از ورای حجاب، نوشته مهدی خلجی. راوی نوای آزادی. تولید صوتی آوای بوف. avayaboof.com. وقتی که سید قطب در سال 1964 از زندان آزاد شد، به دنبال تشکیل گروه یا سازمانی رفت که اندیشه‌های تازه‌اش را عملی کند و جوامعی را که از اسلام و اخلاق و نهادها و شریعتش پیروی نمی‌کنند دگرگون سازد. از این رو به تربیت کادر پرداخت، اما پیش از آن که کار به جایی برسد به دستور جمال عبدالناصر در سال 1964 اعدام شد. با این همه اندیشه او سخت در ایدئولوژی جنبش‌ها و گروه‌های اسلامگرای تکفیری، جهادی و سلفی اثر نهاد و مفهوم‌های جاهلیت جهان، حاکمیت الله و جهانی بودن اسلام به تکفیر، انقلاب و خشونت پیوندی ناگسستنی خورد. در زندان لیمانتره در مصر، شکری مصطفی که روزگاری همبند سید قطب بود، زیر تأثیر آموزه‌های او جماعت مسلمین را بنیاد گذاشت که به تکفیر و هجرت آوازه یافت. تکفیر بر همان ایده سید قطب در طرد افراد و گروه‌ها و دولت‌های بی‌اعتنا به احکام شریعت استوار بود. هجرت نیز آموزه‌ای بود برای تربیت مسلمانان واقعی در انزوا و عزلت از جامعه جاهلی برای پیراسته و پاک نگه داشتنشان از آلودگی‌های جهان جاهلی. شکری مصطفی برای تعدد و اختلاف آرا و دیدگاه‌ها مشروعیتی نمی‌شناخت و خواستار التزام تمام عیار همه به قرآن و سنت نبوی بود. حتی در جریان محاکمه‌اش در دادگاه نظامی دلایل تکفیر دیگران را بازگفت و تأکید کرد که متون قرآن و حدیث یگانه شالوده‌های حقیقت و مشروعیت‌اند. او همه مسلمانانی را که با عقیده او موافق نبودند کافر خطاب کرد و هجرت و عزلت از جامعه مصری را فریضه‌ای دینی خواند. او در پی ساختن جامعه‌ای آرمانی در انزوا از دیگران بود، جامعه اسلامی حقیقی. شکری مصطفی و یاران او با درنده‌خویی و آزرم ناشناسی باور نکردنی در زندان شکنجه می شدند. سرانجام او نیز به جوخه اعدام سپرده شد. در سال 1973 گروه اسماعیل طنطناوی دچار انشعاب شد. مصطفی علوی و شماری دیگر از اعضای آن گروه سازمان جهاد را بنیاد گذاشتند. سازمان الفنیة العسکریه که صالح سریه از اعضای عراقی اخوان المسلمین آن را در دهه 70 میلادی بنا نهاد، گروه دیگری بود که با اثرپذیری از آموزه‌های قطب آدمیان را به دو مجموعه تقسیم می‌کرد: مجموعه مسلمانان و مجموعه کافران و منافقان. هر کس فرایض و واجبات دینی را نادیده بگیرد از مجموعه دوم است و خونش مباح. صالح سریه یکی از بنیادگذاران اصلی جنبش‌های جهادی در جهان اسلام شناخته می‌شود که بر مسئله ایمان و کفر بسی بیشتر از قطب تأکید کرد. از آنجا که او وحدت مسلمانان را ضروری می‌دانست، تعدد احزاب اسلامی و اساساً هر تعددی را موجب تشتت و تنش می‌شمرد و حرام می‌انگاشت. به عکس شکری مصطفی که به انزوا و هجرت فرا می‌خواند، سریه باور داشت که به طور تاکتیکی و موقت می‌توان ابزارهای دموکراتیک را به کار برد تا حکومت اسلامی تشکیل داد. از این رو گروه او در سیاست مشارکت کرد و تا مناصبی بالا مانند وزارت و نمایندگی مجلس را نیز گرفت. چون هدف نهایی این گروه تشکیل حکومت بود و جهاد با حزب شیطان را همیشگی می‌دانست، در سال 1974 طرح کودتای علیه انور سادات ریخت و پس از کشف آن صالح سریه و همدستانش اعدام شدند. عبود زمر
که افسر اطلاعاتی سابق و رهبر نظامی سازمان جهاد و از بنیادگذاران جماعت جهاد اسلامی بود، از دیگر شاگردان فکری سید قطب بود. همچنین عمر عبدالرحمن رهبر گروه جهادی الجماعة الاسلامیه که شاخه‌ای از سازمان جهاد بود. عمر عبدالرحمن پس از حادثه 11 سپتامبر و برخورد هواپیماها به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک از متهمان حادثه بود. برخلاف اخوان المسلمین که پس از روی کار آمدن انور سادات در تاکتیک‌های خود بازنگریسته بود و حکومت را مشروع می‌دانست، عبدالرحمن دولت‌های موجود را نامشروع می‌انگاشت و آشکارا به تکفیر آنها حکم می‌داد. او اخوان را به تبانی با حکومت متهم می‌کرد و ائتلاف آن با دیگر احزاب مصری مانند وفد، کار و احرار را بر نمی‌تابید. او هر گونه مشارکت در فرایند سیاسی را نادرست می‌شمرد و مانند سید قطب به راه حلی فرا می‌خواند که هویت و اخلاق و نظام و نهاد دینی را به زور حاکم کند. وقتی پارلمان مصر با تصویب ماده 86 قانون اساسی به خود حق قانونگذاری داد و حقوق شهروندی غیر مسلمانان را به رسمیت شناخت، گروه جهاد اسلامی علیه پارلمان اعلام جهاد کرد. عبدالرحمن گفت که این دموکراسی وهماگین می‌خواهد اسلام را با ایدئولوژی‌های دیگر برابر کند، در حالی که اسلام برتر از همه ادیان و ایدئولوژی هاست. همچنین گفت که قانونگذاری تنها حق خداست و با وجود شریعت هیچ نهاد دیگری حق قانونگذاری ندارد. عبدالرحمن را یکی از محرکان اصلی ترور انور سادات می‌دانند. منابع فکری جهادی‌های تکفیری. شماری از پژوهشگران تبار فکری گفتمان جهادی و تکفیری را به فرقه خوارج در صدر اسلام بازگرداندند. وقتی دو دسته از مسلمانان به رهبری علی بن ابی طالب و معاویه با یکدیگر در صفین به نبردی فرساینده پرداختند، گروهی از مسلمانان شعار لا حکم الا الله، حکومت یا داوری تنها از آن خداست، سر دادند و هر دو گروه مسلمانان را به ارتکاب معصیت متهم کردند. سپستر خوارج ایدئولوژی خود را بسط دادند و فقه و کلامی از آن خود ساختند. در فقه خوارج مسلمانانی که مرتکب معصیت کبیره میشوند کافرند. جدا از خوارج بی تردید آثار تقی ابن تیمیه متعلی نامدار سده 7 هجری نقشی مهم در شکل دادن به گفتمان سلفی جهادی داشته است. با این همه بسیاری از پژوهشگران به درستی بر تفسیر یکسونگرانه غیر تاریخی و ایدئولوژیک سلفی ها از ابن تیمیه اشاره کردند. اکنون با اطمینان میتوان گفت که ابن تیمیه سلفی نبوده و تفسیر سلفی از او زمان پریشانه است. نیای نزدیکتر سلفی ها محمد ابن عبدالوهاب 1903 الی 1992 است که با طرح الهیاتی تنزیهی شناخت شرک را گامی مهم در فهم و عمل به توحید می‌دانست. عبدالوهاب مسلمانانی را که به دعا، شفاعت و زیارت قبور می‌پردازند مشرک و دور شده از توحید می‌شمارد. آموزگار نخست جهادی‌ها در سده 20 البته ابوالعلا مودودی 1903 الی 1979 بود. مودودی روزنامه‌نگار و مفسر قرآن از کشور هند بود. سید قطب بسیاری از مفاهیم اصلی در گفتمان خود را از او وام گرفته بود. در کنار کتاب معالم فی الطریق، نشانه‌هایی در راه سید قطب، کتاب مصطلحات الاربعه فی القرآن، اصطلاح‌های چهارگانه در قرآن، نوشته مودودی میان جوانان جهادی در زندان دست به دست می‌گشت. مودودی به ویژه بر مفهوم حاکمیت الله پای فشرد و جهان را یکسره آغشته به شرک می‌دید که در آن آدمیان به جای خدا پرستیده می‌شوند. از نگاه او مقتضای توحید ستیز با حکومت‌ها و قدرت‌های بشری و برافراشتن ستون‌های حکومتی اسلامی است. آثار دیگری نیز بودند که رویکرد جهادی تکفیری را شرح می‌دادند و تبلیغ می‌کردند. از جمله
رساله ایمان صالح سریه، فریضه غائب عبدالسلام فرج، جهاد و اجتهاد ابو قتاده فلسطینی، ملت ابراهیم از ابو محمد مقدسی، سوارانی زیر پرچم پیامبر و دستاورد تلخ، هر دو از ایمن از ظواهری. جهانی شدن تکفیری ها. خشونت گروه های تکفیری واکنشی بود به خشونت گسترده‌ای که حکومت‌های غیر دموکراتیک در کشورهای اسلامی علیه شهروندان اعمال می‌کردند و آن را با ایدئولوژی‌هایی چون مارکسیسم، ناسیونالیسم و مدرنیسم مشروعیت می‌بخشیدند. اما کارگروه‌های سلفی تکفیری به تدریج از چارچوب کشورها فراتر رفت و به سطح بین‌المللی کشیده شد. منابع مالی گسترده که حاصل درآمد نفت کشورهای نفتخیز عربی بود و نیز تجارت غیرقانونی و قاچاق اسلحه به پیدایش شبکه‌های بین‌المللی تکفیری انجامید. رشد بنیادگرایی در جهان، استقرار جمهوری اسلامی پس از انقلاب 57 ایران، گسترش سازمان‌های اسلامگرا در مصر و مالزی و اندونزی و پاکستان، انتفاضه در فلسطین و برآمدن اسلامگرایان در سودان و الجزایر جریان تکفیری ها را نیرو بخشید. جنگ خلیج فارس در دهه 90 سده پیشین و سپس جهاد طالبان در افغانستان، سرکوب احزاب اسلامی در الجزایر و تهدید تروریسم در مصر دامنه فعالیت و نفوذ تکفیری ها را گسترد. اسامه بن لادن رهبر القاعده اعلان جنگی تمام عیار علیه غرب کرد و سلفیت جهادی و تندروی تکفیری هزاران جوان مسلمان را نه تنها در سرزمین‌های اسلامی که در اروپا و آمریکا نیز به سوی خود کشاند. با این همه جریان تکفیری با مشکلات عملی و نظری بسیاری روبروست و میان تکفیری‌ها اختلاف‌های بسیاری روی داده است. آنان در بسیاری از اهداف خود شکست خوردند، اهدافی که در دهه 70 و 80 میلادی برای خود تعریف کرده بودند. در درگیری‌های 2 سال اخیر در سوریه معلوم نیست شمار جهادی تکفیری‌ها دقیقاً چه اندازه است، اما اصل حضور و خشونت‌های غیر انسانی آنها در این پیکارهای خونین انکار ناپذیر است. بسیاری از تحلیلگران باور دارند که به محض دور شدن فرصت جهاد، گروه‌های جهادی تکفیری دچار اختلاف‌های درونی می‌شوند و انسجام خود را از دست می‌دهند. شاید ویژگی خاص بحران سوریه موقعیت تازه‌ای را برای شناخت رفتار آنها پیش بگذارد. بخش سوم، قلمرو عمومی، مصاف با تاریکی و تنهایی. قلمرو عمومی از آن همگان است. این یادداشت که نخستین بار در وبسایت BBC فارسی نشر یافت، همچون پاسخی است به نوشته عبدالکریم سروش با عنوان که دل به دست کمان ابرویی است کافرکیش. پخش اینترنتی ترانه تقی به قلم و صدای شاهین نجفی جنجال و جدال فراوانی برانگیخت و از جمله به تکفیر و تهدید به قتل وی انجامید. سروش در نوشته پیش گفته هم کار خواننده را نکوهید، هم تکفیر و فتوای قتل وی را. از یک سو فقیهان رسمی جمهوری کافرپرور ایران در صدور حکم ارتداد با یکدیگر مسابقه گذاشتند و از سوی دیگر منکران در خارداشت نام پاکان و پیامبران و ناسزا گفتن به آنان گوی سبقت را از یکدیگر رو بودند. سفارایی حیرت انگیزی است. پایان نقل قول. برای من برداشت سروش از آزادی بیان چشمگیر آمد، آنجا که روی خطاب و عتاب خود را دین ستیزان خواند و با زبانی آمرانه و پیامبرانه نوشت: با طاعنان دین گریز میگویم، اگر در پی برکندن بیخ اسلامید، آب در هاون میکوبید و جهد بی توفیق میکنید. هم خدای مسلمانان به شهادت قرآن وعده تثبیت این دین را در زمین داده است، لیظهره علی الدین کله، و هم به شهادت تاریخ این شجره طیبه محمدی در فزونی و تناوری بوده است و از آمد و رفت کلاغان شاخ و برگش نفرسوده است.
به قول جلال الدین بلخی، مصطفی را وعده کرد الطاف حق. 3 او بخفت و بخت و اقبالش نخفت. در افتادن با تمدنی چنین ستبر و سترگ نکاریست خرد، بل از حریصی عاقبت نادیدن است، بر خود و بر عقل خود خندیدن است. پایان نقل قول. و این سخن را به صراحت برخاسته از سر غیرت مسلمانی، هم مصلحت سیاسی و هم دغدغه فرهنگی بیان نمود. طرفه آن که طعن سروش تنها بر دین ستیزان نبارید و غیر مذهبی های خاموش را نیز نشانه رفت. من در عجبم که چرا از اردوگاه سکولار ندایی و صدایی بر نمیخیزد و چرا از تاریخ مغرب زمین درس نمیگیرند و همزبان با مؤمنان بر قبیله طائنان نمیشورند و به نصح ناقدانه ایشان دهان نمیگشایند. مگر نهی آنان فقط بر عهده دینداران است؟ این همه تلویزیون و این همه سایت اینترنتی روزان و شبان در کار تولید نفرت و فضیحتند و جدال کفر و دین را دامن میزنند و عقلای قوم نشستند و تماشا میکنند و زبان از هدایت بستند. سکولارها به داد سکولاریسم برسید. این نفرت فروشی های تند روانه چهره دین ستیزانه به سکولاریسم خواهد بخشید و در فردای موعود کار به دست همه خواهد داد. متن کامل نوشته سروش در وبسایت شخصی او دست یافتنی است. لینک آن در پایان صفحه 443 آورده شده است. بیانیه عبدالکریم سروش، روشنفکر نامدار دینی، درباره ترانه اخیر شاهین نجفی و فتواهای ارتداد و تکفیر و قتل از نگرانی عمیقی پرده برمی‌دارد. جامعه ایران از تنفر متراکم شده است. به سبب خشونت‌های چند لایه و پیدا و پنهانی که حکومت علیه مردم و گروه‌هایی از مردم علیه گروه‌های دیگر می‌ورزند. ستمی که بر زنان، جوانان، نویسندگان، اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های مذهبی، روزنامه‌نگاران، همجنسگرایان، مهاجران و دیگر گروه‌های سرکوب شده می‌رود، بذر کینه را در دلها می‌پرورد. در 30 سال اخیر مردم ایران قربانیان بسیاری دادند. نوع برخی قربانی شدنها دیدنی و بازشناختنی است. آنها که اعدام شدند، به زندان رفتند، در جبهه شهید شدند، بدنشان آسیب دید، کسانی که اموالشان مصادره شد، شغل خود را از دست دادند یا در جنگ بی خانمان شدند. بسیاری از قربانی شدنها هم چندان دیدنی و حس کردنی نیست. قربانیانی هستند که آنچه از دست داده‌اند نمیتواند به آسانی اندازه گرفته شود. صدها هزار نفری که طی 3 دهه گذشته ایران را ترک گفتند و از وطن خود محروم شدند، قربانیان خاموش جمهوری اسلامی اند. پدران و مادرانی که از دوری فرزندانشان دق کردند، خانواده هایی که از هم پاشید، آوارگانی که جان از جمهوری اسلامی به در بردند، اما از تلخی بی خانمانی و بی سرزمینی جان سپردند. همه قربانی شدنها ریشه ای از تنفر را در دل شهروندان ایرانی تنیده و تنومند کرده است. ضرورت نفرت زدایی. نگرانی دکتر سروش درباره گسترش این نفرت در جامعه یکسره مشروع است. حق با اوست که روشنفکران چه دینی چه عرفی باید راههایی برای بند کردن این سیلاب نفرت بیاندیشند. تراکم تنفر ممکن است در وضعیت بحرانی به شکل خطرناکتری خود را بنمایاند و به تنش‌ها و خشونت‌های غیر قابل تحملی دامن بزند. در 2 دهه گذشته دکتر سروش خود یکی از منادیان تأثیرگذار مدارا در ایران بوده و مداراگری را در مقام فضیلتی اخلاقی ترویج کرده است. طبیعی است که مدارا از سوی صاحبان قدرت به بی‌قدرت‌ها معنا دارد، نه به عکس. بنابراین اکثریت اگر فارسی زبان هستند باید نسبت به آذری زبانان و بلوچ زبانان و کرد زبانان و عرب زبانان تسامح بورزند. اگر اکثریت شیعه اند باید نسبت به سنی مذهبان، پیروان آیین‌های دیگر مانند زرتشتی، یهودی، مسیحی و بهایی مدارا کنند و اگر اکثریت دگر جنسگرایند باید هم جنسگرایان را نیز صاحب حقوق انسانی برابر بشناسند.
شاید بتوان بخشی از بیانیه دکتر سروش را بدین شکل تعبیر کرد: ایمان دینی سرمایه اجتماعی مهمی در جامعه ایران است. اگر کسانی قصد مبارزه با استبداد دارند، بهتر است از این سرمایه اجتماعی به سود مبارزات دموکراتیک بهره گیرند، به جای آنکه دین را قربانی نبرد خود علیه استبداد کنند. نباید در خرمن ایمان و آرامش قومی آتش عداوت زد، چون فردای روز آزادی مشکل بتوان به ایران رفت و در میان همان قوم زیست. او سرگذشت تاریخ و نیز وعده‌های دینی را دلیلی بر جاودانگی دین می‌گیرد و توصیه می‌کند حال که دین از میان رفتنی نیست و سرمایه اجتماعی کلانی نیز هست، پس منکران بهتر است با آن نستیزند. البته او مخالف نقد علمی دین نیست. خود او نیز سالها در ایران نقد فیلسوفان غربی بر دین را تدریس و تعلیم کرده بود. او ظاهراً مخالف پرخاشگری علیه دین در فضای عمومی به نام آزادی است. هر سخن علیه دین مادام که نقدی علمی باشد، از دیدگاه او به سود دین نیز میتواند تمام شود و به غنای آن بیانجامد. دین، تظاهر به دین، اجبار به تظاهر به دین. عبدالکریم سروش نقد دین را تنها اگر به شیوه دانشگاهی و علمی باشد روا می‌داند. نقد عمومی، طنز پردازی درباره آموزه‌ها، مناسک و نمادهای دینی را از نظر اخلاقی می‌نکوهد. می‌پرسیم چرا همه، حتی مردم عادی که آموزش دانشگاهی ندارند، نباید بتوانند آزادانه دین را به سخره بگیرند؟ به نظر می‌رسد یکی از دلایل مهم آن گرایش تمامیت خواه ادیانی مانند اسلام است. فضای عمومی باید در انحصار مسلمانان باشد. مسلمانان در فضای عمومی آزادی مطلق دارند، اما حد آزادی بیدینان یا غیر مسلمانان را باید شریعت تعیین کند. در اسلام نه تنها مؤمنان وظیفه دارند آیین‌ها، شعائر و شریعت را اجرا کنند، که غیر مؤمنان نیز وظیفه دارند اگر آن آیین‌ها و قوانین مذهبی را به عمل در نمی آورند، دست کم بدان تظاهر کنند. گفتن ندارد که مراد از اسلام مکاتب فقهی است، نه جریان‌های عرفانی یا مذاهبی که در اقلیت هستند. دین‌هایی مانند اسلام سخت به تظاهر اهمیت می‌دهند. نمایش بیرونی عبادت بسیار مهم است. اگر کسی هم میل به تظاهر کردن نداشت، باید او را به زور به تظاهر واداشت. برای نمونه مسلمانان نباید شراب بنوشند، اما بیدینان و غیر مسلمانان نیز نمیتوانند به بهانه بی‌اعتقادی به حرمت شراب آزادانه و علنی شراب بنوشند. یهودیان و مسیحیان میتوانند در خانه خود شراب بنوشند، نه در خیابان. بیدینان مستثنا هستند، چون در سنت فقهی آنها به حکومت اسلامی جزیه نمی پرداختند و مرتد و شایسته قتل شمرده می شدند. از امام اول شیعیان نقل شده که او آزاد و بنده، یهودی و مسیحی را به دلیل نوشیدن شراب یا آبجو 80 ضربه تازیانه می زد. از او پرسیدند چرا یهودی یا مسیحی را تازیانه می زنید؟ گفت وقتی آنها در شهر تظاهر به شراب نوشی کنند، باید تازیانه بخورند، زیرا آنها نباید آشکارا شراب بنوشند. مؤمنان باید روزه بگیرند، روزه خوردن حرام است. اما اگر کسی به شریعت پایبندی یا باور نداشت، نمیتواند در ملأ عام روزه بخورد. روزه‌خواری نه تنها در شریعت که در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران جرم نیز قلمداد می شود. طبق ماده 638 این قانون، هر کس علناً در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا حتی 74 ضرب شلاق محکوم می گردد. احساسات و عواطف مؤمنان از اینکه بی‌باوران و نامسلمانان به شریعت آنها عمل نمی کنند جریحه دار می شود. از همه مهمتر نمونه حجاب است. زنان زرتشتی، یهودی، مسیحی، بهایی و مسلمانان آسانگیر همه باید حجاب را رعایت کنند. نباید سطوت و هیبت اجتماعی دین نادیده گرفته شود.
مؤمنان باید قلمرو عمومی را از آن خود احساس کنند و ناباوران و نامسلمانان باید از نادیده گرفتن علنی شریعت سخت در ترس و دلهره باشند. قانون قلمرو عمومی قانون شرع است. شریعت یا باید با نیت قربت به خدا اجرا شود یا باید از ترس مجازات‌های اسلامی بدان تظاهر شود. شریعت مداران جهان را زیر چتر شریعت می‌خواهند، وگرنه به خشم می‌آیند و خشونت می‌ورزند. فضای عمومی باید سراسر زیر مهار آنان باشد. اگر کفری یا فسقی هست باید پنهان باشد و در پستو بماند. این گرایشی تمامیت خواه و استبدادی است. بدان معناست که در شریعت آزادی فرد به هیچ روی به رسمیت شناخته نمی شود. در جهان جدید فضای عمومی نمی تواند در انحصار مسلمانان باشد. به ویژه در دوران جهان روایی چگونه می توان میل به انحصارگرایی را بدون دست زدن به خشونت بسیار حفظ کرد؟ اما اصل مدارا اقتضا می کند که قلمرو عمومی از آن همگان باشد. کسی آزادانه دین بورزد و دیگری هم آزادانه به دین طعنه بزند، از هر پایه اجتماعی و با هر مایه علمی و بدون هراس از خشونت یکدیگر. انتقاد دینداران از تمسخر. حساسیت فوق‌العاده مسلمانان به تمسخرها بازتابی از میل نوستالژیک آنان به بازگرداندن قدرت از دست رفته برای مهار مطلق حیات و ممات انسان هاست. مادامی که این حساسیت وجود دارد تمسخرها بیشتر می‌گزند و احتمال افزایش خشونت بیشتر خواهد بود. جهان امروز فراخنای آزادی‌ها و انتخاب هاست. چگونه میتوان گرایشی مانند دین ستیزی را مقید به نقد علمی کرد؟ روحانیان مخالف دکتر سروش همواره از او گله داشتند که چرا او این مباحث را در فضای عمومی طرح می کند. او می بایست این مسائل در حلقه های حوزوی بگوید تا پاسخ شایسته از ارباب دین بگیرد. واقعیت این است که آنها نه علاقه به بحث علمی داشتند نه پاسخی برای نظریه های دکتر سروش. آنها تنها می‌خواستند شک‌ها و شبهه‌ها را در قفس حلقه‌های حوزوی زندانی کنند تا مبادا دامان قلمرو عمومی به این تردیدها آلوده شود. مبادا سلطه روحانیان بر مغز و قلب عموم مردم سست گردد. مبادا انحصار فضای عمومی از دست آنها برود. از سوی دیگر روحانیان آقای سروش را به شعبده بازی زبانی متهم می‌کردند و نقد او بر دین را حدیث کهنه‌ای می‌دانستند که دست کم قدمت چند ساله دارد. بسیاری سخنان او را اساساً نقد علمی نمی‌دانستند و خطابه و شعر توصیف می‌کردند. کی دینداران اعتراف می‌کنند که منتقدانشان نقد علمی می‌کنند؟ مگر آنکه منتقد مرده باشد و نقدش خطری نداشته باشد. دکتر سروش همچنین از منکران غربت زده ایرانی گله می کند که دماغ دیالوگ ندارند. همین اتهام را فقیهان و روحانیان به خود او میزدند و میزنند. رسانه‌های جمهوری اسلامی بارها به ناراستی گفتند که دکتر سروش با مخالفان مسلمان خود مناظره نمی کند. اما مگر دکتر سروش با مخالفان سکولار خود تاکنون دیالوگی کرده است؟ او در نوشته‌هایش بیشتر به منتقدان سنتی و فقیه پاسخ می‌دهد تا به فیلسوفان. هرگاه پای گفتگو با منتقدان سکولار به میان آمده، کار به تخفیف و تحقیر کشیده شده است. حاجت نیست به تکرار القابی که او به منتقدان غیر مذهبی خود می‌دهد. از آن گذشته چه کسی گفته برای بیدین بودن باید سخت مطالعه کرد و به نقد علمی دین همت گماشت، اما برای دینداری ارث پدری بسنده است. چرا روشنفکری دینی دینداری عوامانه را چونان واقعیتی میپذیرد اما بیدینی عوامانه را نمیپذیرد؟ مگر روشنفکری دینی خود را در برابر یکی یک باورهای دینداران عامی مسئول می‌داند که سکولارها را در برابر توهین‌هایی که جوانان به دین می‌کنند مسئول می‌خواهد؟ این ناسازی ناگوار در روشنفکری دینی است که دینداری همگانی و توده‌ای را ارج می‌نهد، اما بیدینی را تنها اگر نخبه گرایانه باشد تحمل می‌کند. دینداران پر از آیین و شعائر و مناسکند
که برای آن دعوی تقدس دارند. آدم‌های غیر مذهبی اگر آیین‌هایی هم داشته باشند دست کم در کشورهای دموکراتیک تقدسی برای آنها قائل نیستند. به عبارت دیگر اگر سبک زندگی یک غیر مذهبی عقلانی نباشد او آن را مقدس نمی شمارد. در عوض مؤمنان به ندرت پروای توجیه عقلانی سبک زندگی خود را دارند اما اغلب آن را مقدس می انگارند. جدال نابرابر است میان رویکرد مقدس و رویکرد نامقدس. اگر نامؤمنان باورهای ایمانی را به سخره می‌گیرند، تمسخر را تقدیس نمی‌کنند. اما در قرآن خداوند خود کافران را استهزا می‌کند. آزادی بیان تنها آزادی نقد علمی نیست، آزادی تمسخر، کمدی، کاریکاتور، طنز و ترانه‌های اعتراضی نیز هست. تا زمانی که تمسخر دین واکنش تند روشنفکران دینی و فقیهان را به دو شیوه متفاوت برمی‌انگیزد، بدان معناست که دایره بزرگی از قدرت سیاسی و اجتماعی را هدف گرفته است. وقتی تمسخر جذابیت یا گزندگی خود را از دست خواهد داد که دین این اندازه قدرت و نفوذ اجتماعی و سیاسی نداشته باشد. اگر روزی ایدئولوژی کاملا غیر دینی همین اندازه سلطه و تحمیلگری داشته باشد، به همین اندازه رغبت مردم را برای استهزا برخواهد انگیخت. مسئله دین نیست، قدرت است. اگر برای دکتر سروش کفر عالمانه ناخوشایند نیست، سخره گرفتن و طعن زدن در دین دلشوره آور است. ترانه شاهین نجفی سخنان ضد دینی که برخی شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان پخش می‌کنند، تبلیغات ضد مذهبی که در سایت‌های فارسی منتشر می‌شود، همه برای او آزارنده است. بخشی از این آزردگی ایمانی است، اما تا اندازه‌ای نیز سیاسی است. جوانان بسیاری در ایران امروز دین را به سخره می‌گیرند، درست به دلیل آنکه دین قدرت دارد. همین امروز نیز روشنفکران دینی در ایران به رغم همه مضایق قدرت و امکانات بیشتری دارند تا روشنفکرانی که آشکارا می‌خواهند دین یا تاریخ و نهاد آن را نقادی کنند. دین سرمایه نمادین و اجتماعی ستبری است، به ویژه تشیع در ایران امروز. اگر روزی تشیع قدرت کنونی خود را در ایران از دست بدهد، طبعاً دیگر نه تنها کسی انگیزه تمسخر آموزه‌ها و نمادهای آن را نخواهد داشت، نقد علمی آن هم از رونق خواهد افتاد. با هر سنجه‌ای عیار بگیریم، تمسخر مخالفان به دست دینداران بسی بیشتر و پرحجمتر از تمسخر دین به دست بیدینان است. تبلیغات مذهبی تقریباً در بیشتر نقاط جهان ساز و برگ و مال و منال بیشتری دارند. چه رسد به ایران که خزانه دولت خزانه دین است. متون و مفاهیم دینی استوار بر خارداشت غیر مؤمنان است. مدام تیر فتواهای قتل و تکفیر از سوی مؤمنان به سوی کافران پرتاب می شود. مؤمنان نهادمندانه تر عمل می کنند تا بیدینان. بیدینان بیشتر فردند، بی سپر و پناه. اما دینداران جماعتند و برخوردار از قدرت و سنت و امت. راست آن است که در جهان اسلام الحاد رو به رشد است. الحاد به معناها و شیوه های گوناگون. این اختصاص به ایران ندارد، گرچه بعید است که دین در آینده نزدیک از میان برود، اما دیگر تنها گزینه آدمیان نیست. گزینه‌های دیگری نیز در میان هست که به سرعت رشد می‌یابند. گرچه دینداری یک وضعیت خاص است، بیدینی می‌تواند وضعیت‌های گوناگون باشد. حتی اشکالی از دین‌های شخصی و معنویت‌های جدید می‌توانند پدید آیند. همه اینها بدون چالش و تنشی اجتماعی نخواهد بود. اگر مؤمنان واقعیت رشد فزاینده الحاد را نپذیرند، به حقیقت گریز ناپذیر تجدد که افزایش گزینه‌های آدمی است پشت کردند و تنها به خشونت بیشتر دامن خواهند زد. باید پذیرفت که در دنیای ما بسیار کسان سخن خواهند گفت که خوشایند ما نخواهد بود، اما باید شکیبایی پیشه کنیم، چون زور و خشونت هیچ کاری از پیش نخواهد برد. مؤمنان به مشیتی الهی و تقدیری تاریخی باور دارند که دین جاودانه است. اما شگفتا این اندازه از طنز پردازی درباره دین هراسناک و خشمگین می شوند.
اگر به قول آیه‌ای که آقای سروش از قرآن آورده، به رغم خواست مشرکان اسلام سرانجام بر ادیان دیگر پیروز خواهد شد، مسلمانان باید خونسرد باشند و هیچ واکنشی به کاریکاتورها، ترانه‌ها و رمان‌های ضد مذهبی نشان ندهند. واکنش‌های خشن نشان از آن دارد که باور آنان به حفظ این دین از سوی خدا چندان هم محکم نیست. کافران دین را تغییر می‌دهند. عبدالکریم سروش می نویسد: با طاعنان دینگریز می گویم اگر در پی برکندن بیخ اسلامید، آب در هاون می کوبید و جهد بی توفیق می کنید. هم خدای مسلمانان به شهادت قرآن وعده تثبیت این دین را در زمین داده لیظهره علی الدین کلهی، و هم به شهادت تاریخ این شجره طیبه محمدی در فزونی و تناوری بوده است و از آمد و رفت کلاغان شاخ و برگش نفرسوده است. تجربه تجدد در اروپا نشان می‌دهد که از قضا آمد و رفت کلاغان سخت شاخ و برگ سنت دینی را فرسوده است. آقای سروش درست می‌گوید که خواست بسیاری از فیلسوفان روشنگری برای عقلانی اندیشیدن مردم و زوال کامل دین به وقوع نپیوست و دین همچنان نقش مهمی در زندگی بسیاری بازی می‌کند. اما باید پذیرفت که دین دیگر مانند دوران پیش از روشنگری مهار مطلق زندگی مردم را ندارد. تجدد حاصل نقادی دین در سطوح گوناگون است و اتفاقاً آزادی نقد دین از میوه‌های این تجدد است. هرگز آن اندازه که در چند قرن گذشته ادبیات، هنر، فلسفه و فرهنگ غیر مذهبی یا ضد مذهبی در اروپا رشد کرد، در جهان اسلام پدید نیامد. اگر امروزه هنوز چراغ کلیسا روشن است، هزاران چراغ دیگر که کلیسا به زور می‌کشت نیز روشن است. خود دین هم سراپا تغییر کرده است. کافران دین را تغییر دادند، از بس شک کردند و شبهه آفریدند و از حق بشر گفتند و به طنز از دین یاد کردند. بسیاری چیزها در دین نو شد، پاره‌ای از چیزها نیز فراموش شد، همه از کوشش کافران. اگر فیلسوفانی انسان را آنقدر در سویه عقلانیش فرو می‌کاستند که خواستار حذف کلی اساطیر و ادیان از زندگی بشر بودند، آقای سروش هم با محدود کردن نقد موجه دین به نقد عقلانی کم و بیش به همان راه می رود. اگر کسی از عقل سلیم بهره گرفت و آموزه‌های دینی را نقد کرد یا به طنز آورد، کاری نامشروع کرده است. مگر قربانیان خشونت دینی تنها دانشگاهیانند که تنها آنها مشروعیت نقادی دین را داشته باشند؟ مگر دین خود با ابزارها و استدلالهای عقلانی تا جزئی ترین مسائل حوزه خصوصی و عمومی مداخله می کند و با ایمان و بی ایمان را تحت قیمومیت خود می خواهد؟ مثل آن است که بگوییم نقد سیاست باید منحصر باشد به نخبگان دانشگاهی. اگر سیاست خود امری فراگیر است و زندگی همگان را تحت تأثیر خود می گیرد، چرا نقد آن باید همگانی نباشد؟ نقد اخلاقی تمسخر. عبدالکریم سروش در بیانیه خود می نویسد: آدمیان برای طمع ورزیدن و حسد ورزیدن، بخل ورزیدن، غیبت کردن، مسخره کردن، پرخوردن، پرگفتن، آدرس غلط به جویندگان دادن و هنگام بیماری نزد طبیب نرفتن و غیره آزادند. یعنی هیچ قانونی آنان را منع و مجازات نمی کند. اما در عین آزاد بودن پاره‌ای از آن خصایل و افعال از اقبح قبائح‌اند و به هیچ حیله و بهانه‌ای پلیدیشان پاک و پیراسته نمی شود. پایان نقل قول. سروش از ضرورت منع قانونی تمسخر و توهین به دین سخن نمی گوید. معلوم نیست بدان باور دارد یا نه. معمولاً کسانی که به طور علنی و در ابعادی گسترده توهین می کنند، خارج از ایران و در پناه قانون حافظ آزادی بیان هستند. در بیانیه رویکرد سروش آشکارا اخلاقی است. آیا توهین به دین یا تمسخر آن اخلاقاً پلید و بد است؟ طبعاً این بحث را در چارچوب اسلام نمیتوان داشت. مسئله توهین و تمسخر اسلام در شریعت حرام است و مجازات دارد. تمسخر ادیان دیگر هم بستگی به نوع آن دین دارد.
نگاه اخلاقی به این مسئله در اسلام بیشتر غایب است. بنابراین باید به این مسئله از دریچه اخلاق این جهانی نگاه کنیم، نه اخلاق دینی. می‌دانیم که گرچه می‌توان دلایلی اخلاقی برای بد بودن تمسخر عقاید دینی دیگران آورد، دلایلی موجه نیز به سود آن می‌توان به میان کشید. در نهایت باید پذیرفت که می‌توان درباره این موضوع بحث اخلاقی کرد. اما مسلمانان از بحث درباره این موضوع استقبال نمی‌کنند. برخی اسلحه برمی‌دارند و مترجم ژاپنی کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی را می‌کشند. برخی دفتر روزنامه را آتش می‌زنند و شمار دیگر نیز با لحنی تند بیدینان و سکولارها را خطاب می‌کنند و آنها را موظف به جلوگیری از توهین‌ها و تمسخرها می‌دانند. مردم مقدس نیستند. اغلب روشنفکران دینی باور دارند که دین اهمیت دارد، از جمله به دلیل آنکه جامعه ایران دینی است و با توده مردم نباید و نمیتوان ستیز کرد. اگر کسی باور داشته باشد که مصائب امروزی بشر به دلیل عقاید عامه و باورهای بیدلیل و خرافی توده است، چه باید کرد؟ اگر کسی اصلاح سیاست و حکومت را بدون اصلاح جامعه ممکن نداند و هیچ تقدسی برای مردم و جهانبینی آنها قائل نباشد چه؟ اگر کسی باور داشته باشد که اتفاقاً عقاید مذهبی مردم شرایط را برای نابهنجاری‌های اخلاقی و استبداد سیاسی بیشتر هموار می‌کند، چه راهی باید پیش گیرد؟ درست است که دین پس از دوران روشنگری از میان نرفت، اما کشورهایی که در آن دین سلطه اندکی دارد و امکان آزادانه نقد علمی و تمسخر دین هست، اغلب هم دموکراتیک ترند هم اخلاقی تر. منع نقادی و تمسخر دین به این بهانه کوششی فعال برای حفظ دینی بودن جامعه است. چه ضرورتی دارد جامعه دینی بماند؟ وانگهی مگر همین کسانی که به دین در شبکه‌های لس آنجلسی توهین می‌کنند ایرانی نیستند؟ مگر بینندگان آنها و خوانندگان کتاب‌های ضد اسلامی ایرانی نیستند؟ مگر شاهین نجفی ایرانی نیست؟ چه سعی باطلی است تلقین این نکته که جامعه ایران یک دست مذهبی است. جامعه ایران روز به روز پرتنوع‌تر می شود و از انحصار لایه‌های مذهبی بیرون می آید. اگر در ایران تلاش برای کندن بیخ اسلام بیهوده است، انکار منکران و سرکوب صدای ملحدان نیز بیهوده است. البته چون مؤمنان قدرت و مکنت بیشتری دارند، امکان دست زدن آنها به خشونت همواره بیشتر است. در تاریخ گذشته و در شرایط کنونی شمار مسلمانان کافرخوار بس بسیارتر از کافران مسلمان خوار بوده است. صورت مسئله را نباید تغییر داد. مدارا و آزادی داروی آن کینه ریشه گیرنده در جامعه ایران عتاب به این و آن نیست، بلکه ترویج بیشتر و بیشتر مداراست و نیز خلع هرچه بیشتر دین از قدرت دنیوی و فرو نهادن نگرش تحقیرآمیز به الحاد و گردن نهادن به حق آزادی آدمیان، حتی آزادی تمسخر، مادامی که جان و حق انسان‌های مشخص نه انتزاعی را به مخاطره نیفکند. مؤمنان نباید بپندارند که دست کم در این جهان از ملحدان فراترند. اگر مؤمنان خواستار احترام ملحدان به عقاید آنها هستند، باید بیاموزند که کثرت عددی آنها حقی برایشان نمی آورد. نیز باید بپذیرند که کتاب‌های مقدس خود را از توهین و تحقیر و تمسخر دیگران بپرایند. اگر تمسخر را روا نمی‌دارند، باید نخست خود از خارداشت دیگران دست بردارند. روشنفکری دینی میان پروژه‌ای سیاسی و پروژه‌ای فکری سرگردان است. برای آن کس که قدرت سیاسی می‌خواهد، آنچه مردم می‌اندیشند و می‌خواهند مهم است. اما برای کسی که می‌اندیشد، اتفاقاً در خلاف آمد عادت راه سپردن و سنت‌ها را شکستن ارزش بیشتری دارد. روشنفکری دینی هم سنت شکنی کرده، هم موقعیت سنتگرایان و فقیهان را به نوعی تقویت کرده است. این کارکرد دوگانه را در تجربه 2 دهه گذشته روشنفکری دینی به آسانی میتوان دید. اگر الحاد حقی هم ارز دیانت به رسمیت شناخته نشود، دشوار بتوان تصور کرد همزیستی ادیان اساساً آسان باشد
یا حقوق آدمی از آن حیث که آدمی است پذیرفته شود. اگر الحاد حقی هم‌ارز دیانت به رسمیت شناخته نشود، دشوار بتوان تصور کرد همزیستی ادیان اساساً آسان باشد یا حقوق آدمی از آن حیث که آدمی است پذیرفته شود. اینکه روشنفکری دینی از تسخر زدن کافران میرنجد به دلیل پیش‌فرض‌هایی است که درباره الحاد دارد و منافع اجتماعی که در ایمان مردمان. ترویج الحاد ترویج بی‌اخلاقی و لاابالیگری نیست. تقدس زدایی از آنچه در فرایندی تاریخی و بشری تقدس یافته است، به بهداشت روانی و بهبود مناسبات اجتماعی و کاهش خشونت کمک می‌کند. نباید از تقدس زدایی هراسید و آن را فقیهوار خطرناک دانست. اگر روشنفکری دینی ارجی دارد، به سبب همان میزانی است که تقدس‌هایی را زدوده، نه به دلیل ساختن تقدس‌های تازه یا تحکیم تقدس‌های کهن. بدون به کار بردن هنرهای عامه پسند، تقدس زدایی در سطح اجتماعی فراگیر نخواهد شد. اگر تقدس زدایی تنها در پشت دیوارهای دانشگاه صورت بگیرد، جامعه چه بهره‌ای از آن خواهد برد؟ اگر روشنفکری دینی این پیش‌فرض‌ها را تغییر ندهد و منافعش را باز تعریف نکند، اندک اندک دست کم در بسیاری موارد به صف فقیهان خواهد پیوست و خاصیت روشنگرانی خود را از دست خواهد داد. خواست مدارا و آزادی میتواند نیروهای دموکراتیک جامعه ایران را به هم نزدیکتر کند. این نیروها خواه مذهبی باشند، خواه غیر مذهبی. تقدس شیعی و تجدد سعودی. یادداشت زیر نخست با عنوان قم، تقدس شیعی و تجدد سعودی در وبسایت BBC فارسی در بهمن 1392 فوریه 2014 نشر یافت. قم شهری مقدس خوانده شده است. چنانکه برتولد اشپولر در کتاب تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی آورده است، قم یکی از شهرهایی بود که بارها در برابر سربازان مسلمان عرب ایستادگی کرد و پس از مقاومت‌های بسیار تن به تسلیم سپرد. در قم آتشکده‌های زرتشتی حتی پس از تسلیم به اسلام زنده بودند. به نوشته ابن حوقل در کتاب المسالک، در حوالی 317 هجری در نزدیکی قم دهی با ساکنان زرتشتی وجود داشته است. حتی در قم اسقف نشین‌ها و جمعیت‌های مسیحی کوچکی پس از اسلام گزارش شده است. با مهاجرت خاندان‌های عرب مخالف خلیفه اسلامی مانند خاندان اشعری، قم کم کم به کانونی برای اپوزیسیون خلافت اسلامی و پناهگاهی برای شیعیان گریخته از شر و شکنجه حکومت مرکزی بدل شد. تعصب شیعی در این شهر چنان ریشه دواند که به یک دستی مذهبی در آن انجامید و حتی در دوره‌های گوناگون اغلب سنیان قم در اقلیت بودند یا شهر اساساً فاقد ساکن سنی مذهب بوده است. عبید زاکانی در رساله دلگشا حکایتی می‌نویسد که بازتاب همین تعصب شیعی است. عمران نامی را در قم می‌زدند. یکی گفت چون عمر نیست چراش می‌زنید؟ گفتند عمر است و الف و نون عثمان بر او افزودند. پایان نقل قول. در دوران جدید هم گروهی از روحانیان و بازاریان قم به آیین بهائیت گرویدند، ولی با خشونت‌های گسترده فقیهان بانفوذ از شهر بیرون شدند. در حوزه علمیه قم تا انقلاب 57 اهل فلسفه در انزوا بودند. معروف است که محمد حسین طباطبایی بروجردی، مرجع علی الاطلاق و بلا منازع جهان تشیع، درس اسفار محمد حسین طباطبایی تبریزی، آخرین نماینده فلسفه اسلامی را تعطیل کرد. اخباریان نیز در این شهر حاشیه نشین، مقهور و مرعوب قدرت اصولیان بودند. در سالهای اخیر صوفیان و درویشان قم آماج یورش و خشم فقیهان و دولتیان قرار گرفتند، تا آنجا که حسینیه شریعت که از آن درویشان بود با خاک یکسان شد. گفتن ندارد که انقلاب 57 به قم آوازه‌ای جهانگیر بخشید
و کنجکاوی هر جهانگرد جستجوگر را برای دیدار و اکتشاف خود برانگیخت. سرگردان میان آبادی و ویرانی. قم در کتاب‌های تاریخی سابقه‌ای دراز دارد. بسی پیش از ورود سربازان مهاجم عرب به سرزمین ایران. با این همه تاریخ قم پیوسته نیست. شهر مثل رشته‌ای است که 1000 بار پاره شده و دوباره به هم گره خورده است. بارها شهر آباد شده و ساکنان آن فزونی گرفته و باغ‌ها و بستان‌های فراوان در پیرامون آن برآمده و دوباره روی به ویرانی نهاده و جذابیت خود را برای سکونت از دست داده است. عبید زاکانی باز در همان رساله دلگشا از 2 قومی حکایت می کند که یکی به دیگری می گوید این شهر ما سخت خراب است. آن دیگر گفت آنجایی که پیران با صفای با برکتش من و تو باشیم آبادانی در او بیش توقع نتوان داشت. پایان نقل قول. قم از آن شهرهاست که تاریخ قدسی و اسطوره‌ای آن چه بسا کم اهمیت تر از تاریخ عرفیش نباشد. طبق روایتی مشهور و نه لزوماً تردید ناپذیر، فاطمه معصومه خواهر علی بن موسی رضا امام 8 شیعیان در راه دیدار برادرش که مقیم طوس بود به قم رسید و در این شهر بیمار شد و درگذشت. او را در این شهر به خاک سپردند. طی قرون بعدی آرامگاهی برای او ساخته شد و از دوره صفویه گنبد و بارگاهی برای او برافراختند. طبیعی بود که پادشاهان صفوی که تشیع را مذهب رسمی دولت کرده بودند مجذوب هویت شیعی قم شوند. در این عصر قم معمور شد و چنان که معروف است مدرسه فیضیه به دست محسن فیض کاشانی محدث نامدار و یکی از 2 داماد ملا صدرا بازسازی شد. مدرسه فیضیه درست به حرم حضرت معصومه چسبیده است. آبادانی قم در عصر صفوی همراه بود با تجدید و تقویت تاریخ اسطوره‌ای آن. قم شهری است که پیامبر در معراج به آسمان وقتی دید شیطان بر آن نشسته فریاد زد قم، یعنی برخیز. نه تنها نام این شهر در آسمان و از سوی پیامبر به آن داده شده که شبی خفتن در آن بهشت را بر زائر آن واجب می کند. در اواخر دوران صفویه دوباره شهر رو به افول می نهد. در عصر قاجار با توجه پادشاهان این سلسله شهر شکوفایی از سر می گیرد و خاصه مدفن شاهان و شاهزادگان و اعیان کشور می گردد. آنها که به هر دلیل میل به نقل جنازه خود به عتبات عالیات، نجف، کربلا، کاظمین و سامرا و دیگر شهرهای مقدس ندارند. نه تنها خفتن در این شهر که به خاک سپرده شدن در آن نیز ارزشی قدسی می‌یابد. در نتیجه شهر قم مانند نجف شهر گورستان‌های بزرگ و کهن است. بسیاری از دولت مردان عصر صفوی یا قاجار در خود حرم حضرت معصومه دفنند. در سده 20 بسیاری علما در حرم و گورستان‌های نزدیک به آن به خاک نهاده شدند. میتوان تاریخی از شهر به روایت گورها و گورستان‌های آن نوشت. قم مدرن. از اواخر عصر قاجار که شیخ عبدالکریم حائری به احیای حوزه علمیه قم میپردازد، قم به شهری سیاسی بدل میشود. رضاشاه همراه با کشیدن خط آهن به این شهر خیابان‌های جدید و ماشین رو در قم میکشد. در دوران پهلوی مدرسه‌های قدیمی علمیه از نو عمارت یا مدارس تازه ساخته میشوند. جدا از آن مدارسی برای آموزش و پرورش مدرن ساخته می شود. از جمله دبیرستان حکیم نظامی و نیز بعدها دبیرستان دین و دانش. در عصر رضاشاه هنوز بخش مسکونی قم معدود خیابانهای منتهی به حرم است و ورای آن باغهای انار و انگور و انجیر است و نهرهای بزرگ آب جاری. معماری خانه‌ها سبک متداول در کویر است. خانه‌های یک طبقه آجری با زیرزمین‌های عمیق که گاهی 30-40 پله می‌خورد و بادگیرهایی که در تابستان گرم باد را از یک سوی زیرزمین می‌کشند و از سوی دیگر بیرون می‌دهند
و ساکنان خانه بی‌نیاز از پنکه و کولر در کوران باد سوزنده ترین گرمای فصل را تحمل پذیر می‌یابند. در این عصر کتابخانه‌های بزرگی در شهر تأسیس می‌شود. از کتابخانه شهاب الدین مرعشی نجفی که آثاری کم نظیر یا بی‌نظیر در خود گرد آورده است تا کتابخانه مسجد اعظم و مدرسه فیضیه و نیز بعدها کتابخانه مؤسسه دارالتبلیغ اسلامی که پس از انقلاب بخشی از آن به تاراج روحانیان انقلابی رفت و آنچه ماند مایعی شد برای کتابخانه دفتر تبلیغات اسلامی. بخشی از مدرن شدن شهر مربوط به کتاب است و از این رو تاریخ قم را با تاریخ چاپخانه ها، کتابخانه ها، کتاب فروشی ها، نشریه ها و صحاف ها و کتابساز های آن نیز میتوان نوشت. خانه های عادی طلبه ها و بسیاری از مردم عادی نیز سرشار از کتاب است. به ویژه در دوره پهلوی فرهنگیان شهر، معلمان و دبیران نمایندگان زنده و اثرگذار تجدد در این شهر بودند. آموزگارانی که بیش از کتاب‌های درسی و ورای وظیفه محوله به دانش آموزان خود می‌آموختند و افق‌های فکری آنان را به فراسوی محیط مذهبی بسته پیرامون می‌گشودند. در قم دوره پهلوی چندین جریان به شکل رقیب یا بی‌اعتنا به یکدیگر در شهر فعال است. بخشی صوفیانه که اهل دل و ساز و شعر و عوالم معنوی است و اهل آن بیشتر حلقه های خانگی دارد یا شبها پس از بسته شدن مغازه ها پشت درهای بسته مغازه گرد هم می آید. دیگری جریان اسلام انقلابی که پس از خروج رضاشاه از ایران سر بر می آورد و در دوران بروجردی خودنمایی می کند. پس از درگذشت آیت الله بروجردی نماینده اصلی این اسلام آیت الله خمینی با نطقی آتشین علیه شاه فعالیت این گروه را علنی می نماید و پس از افت و خیزهای فراوان سرانجام به انقلاب 57 می پیوندد. دیگری اسلام مداراگر با تجدد که نمایندگی آن را آیت الله شریعت مداری دارد و با اسلام انقلابی ناسازگار است و سرانجام بخشی تجددگرا که فرهنگیان و کارمندان دولت آن را نمایندگی می کنند و تمایلاتی قوی به برنامه‌های مدرن سازی پهلوی دارند. شهر دیگران در زمان رضاشاه پهلوی جمعیت قم احتمالاً حدود 60,000 نفر بوده است. اما رشد تجدد و شهرنشینی و همراه رونق شتابنده حوزه علمیه این شهر را برای مهاجران مقصدی امن و امیدوار کننده کرد. گفته می شود در سال 1350 جمعیت قم به 160,000 نفر رسید. امروزه طبق پاره آمارها جمعیت قم حدود 1,070,000 نفر است. از آغاز سده 20 میلادی به این سو قم شهر مهاجران است و بومیان در آن اقلیتند. پس از انقلاب نه تنها مهاجران بیشتری از شهرهای دیگر ایران که از کشورهای دیگر نیز به این شهر روی آوردند. در برخی محله‌های قم تراکم جمعیت افغان و در پاره‌ای دیگر تراکم جمعیت عرب بیشتر عراقی و لبنانی بیشتر به چشم می‌خورد. قم نه تنها شهر مهاجران که شهر زائران نیز هست. هر ساله میلیون‌ها نفر از سراسر جهان تشیع به این شهر سفر می‌کنند تا حرم حضرت معصومه و در 2 دهه اخیر مسجد جمکران را زیارت کنند. از سوی دیگر جمعیت طلبه این شهر که خود نیز اغلب مهاجر است مسافر حرفه‌ای است. یعنی بنا به وظیفه مذهبی و شغلی به طور منظم به سفرهای تبلیغی می رود. این سفرها بیشتر به شهرها و روستاهای داخل ایران است، ولی در سالهای پس از انقلاب کشورهای اسلامی و غیر اسلامی نیز مقصدی برای مبلغان مذهبی شده است. حوزه علمیه قم کانون تماس و تبادل مذهبی میان شهروندان مختلف ایرانی و غیر ایرانی است. همه اینها قم را شهری 40 تکه کرده، ولی لزوماً مهاجر بودن و چند فرهنگی بودن آن به مدارا و گشودگی و پذیرش تکثر فرهنگی نینجامیده است.
آرمان شهر تمدن اسلامی. پس از انقلاب شهر قم به صورت واقعی و نمادین پشتوانه ایدئولوژیک نظام سیاسی حاکم شده است. از این رو جدا از نظام مراقبت و مجازات سیاسی، توسعه شهری قم ابزاری برای تقویت بنیه ایدئولوژیک حکومت به شمار رفته است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قم را مادر نظام جمهوری اسلامی خوانده است. در سال 1374 به دستور آیت الله خامنه‌ای قم به استان بدل شد، با آنکه از نظر جغرافیایی و منابع طبیعی و انسانی در اندازه استان نبود. تبدیل قم به استان ترفندی سیاسی نه تنها برای تخصیص منابع مالی ویژه برای این شهر که تقویت مشروعیت رهبری نیز بوده است، زیرا اعتبار مذهبی و حوزوی او سخت آماج پرسش و مناقشه قرار گرفته بود. با انقلاب ایران منابع مالی روحانیت گسترش یافت. با رشد کمی و کیفی منابع مالی روحانیان چهره شهر قم دگرگون شد. بخش‌هایی از شهر که پیش از انقلاب جز باغ یا زمین بایر یا دامنه کوه نبودند، به مناطق اعیان نشین قم بدل شدند. روحانیان بسیاری که به شکلی به حکومت متصل شده بودند، از خانه‌های محقر طلبگی به این خانه‌های مجلل و لوکس نقل مکان کردند. بخش مهمی از ساکنان این مناطق بازاریان قم نیز بودند. بازاریان در جریان انقلاب و به سبب وابستگی‌های سیاسی و ارتباطشان با روحانیان دامنه بازرگانی خود را با امتیازهای ویژه گسترده و ثروتی هنگفت گرد آورده بودند. شهر قم رونقی گرفت که در تاریخ پیشینه نداشت. گورستان‌های داخل شهر پر شد و دیگر شهرداری اجازه دفن مگر با شرایط ویژه و تبعیض‌آمیز به تازه مردگان نمیداد. بناهای تازه ساخته شد، کتابخانه‌ها و کتاب فروشی‌های جدید چهره دلپذیرتری به شهر می‌بخشید. گرایش سیاسی گروه‌ها هرچه باشد، یک چیز میان طبقه باسواد ساکن قم مشترک است: عشق به کتاب. شاید هیچ شهری به اندازه قم به نسبت کتاب و کتابخانه نداشته باشد. حتی نهاد غرب ستیزی مانند مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی وابسته به آیت الله مصباح یزدی، یکی از بهترین و بروزترین کتابخانه‌های ایران را در زمینه فلسفه غرب، به ویژه فلسفه دین و فلسفه اخلاق دارد. اما هیچ چیزی شاید به اندازه تحول در معماری شهر تبدیل ماهیت و مسخ روحی این شهر را به نمایش نمی‌گذارد. قم مقدسه که به ظاهر قلمرو نهاد حافظ سنت یعنی حوزه علمیه است، شکلی از مدرن شدن را برگزیده که حاصلش جز ویرانی سنت نبوده است. چه بسا رفت و آمد بی سابقه و پربسامد روحانیان به عربستان سعودی برای زیارت مکه و مدینه و ستیز ایدئولوژیک آنها با وهابیت به شکل طنزآمیز و تناقض‌آلودی آنها را تحت تأثیر تجدد سعودی مآبانه قرار داده است. در تجدد سعودی مآبانه نوعی منجمد از دین که یک قشر دینی خاص آن را نمایندگی می کند، با میلی شهوت‌آمیز به استفاده از تکنولوژی و ابزارهای مدرن ازدواج کرده است. حاصل این ازدواج ویران کردن هر چیزی است که نشان و نشانی از سنت است تا سنت تازه‌ای ابداع شود. این سنت تازه قرار است که به طور کامل در خدمت مقاصد ایدئولوژیک این نوع اسلام باشد. در قم تکنولوژی مدرن با آخرین دهاوردهایش به حجره‌ها و خانه‌ها نفوذ کرده است و حتی مؤسسه‌ای مانند مؤسسه آیت الله مصباح بسی دیجیتال تر از بسیاری مؤسسه‌های فرهنگی و علمی در کشورهای دیگر است. اما همانطور که در عربستان سعودی ایده اجرای شریعت به زور دولت با تخریب آثار باستانی و بنای ساختمان‌های مدرن همراه است، در قم نیز تحمیل مذهب رسمی فقیهان و قدرتیابی آنان با سنت زدایی از نما و سیمای شهر قرین شده است. توسعه شهری با ساختن بزرگراه‌ها و ساختمان‌های سنگی
که به هیچ روی مناسب جغرافیای شهر نیست، به بهای تخریب محله‌ها و خانه‌های قدیمی تمام شده است. اگر کسی پیش از انقلاب قم را ترک کرده باشد و اکنون برای بار نخست به قم برود، چه بسا در برخی محله‌ها گم شود و خود را بیگانه بیابد. این سرگشتگی ناشی از غیاب سنت است. در آرمانشهر الگوی جمهوری اسلامی از تمدن اسلامی درکی عمیق و مدرن از سنت وجود ندارد، بلکه با ضرب و زور تکنولوژی و تفسیری سطحی و گزینشی از سنت جدیدی ساخته می شود. این سنت جدید بیش از آن که به سنت قدیم ارتباط داشته باشد و ما را متذکر آن کند، نسخه بیقواره و زشت از تجدد اروپایی است. اگر به معماری این شهر بنگریم، به دشواری نشانی از تاریخ مقدس در آن میابیم. از این رو قم با شهرهایی چون بیت المقدس و حتی شهرهای غیر مقدسی مانند پاریس و فلورانس نسبتی ندارد. هرچه از عمر قم میگذرد چه بسا مدرن تر شود، ولی حافظه خود را از دست میدهد. هویتی که دچار فراموشی است آسانتر میتواند به ابزاری ایدئولوژیک برای حکومت بدل شود، همانگونه که آل سعود نیز همراه با بسط قدرت خود در قلمرو حجاز از مکه و مدینه تا جای ممکن تاریخ زدایی کردند. قم و مکه از این رو شبیه همند که تقدسشان با معماریشان ناساز است و این ناسازگاری و بی‌هویتی شاید بهترین نمودگار و یادگار ایدئولوژی اسلامی در ایران باشد. از ورای حجاب، نوشته مهدی خلجی. راوی نوای آزادی. تولید صوتی آوای بوف. avayaboof.com. قم، مکان بنیادگرایی و امکان بدن. متن مصاحبه با وبسایت بامداد خبر که نخستین بار با عنوان حجاب اجباری، قم و ایدئولوژی اسلامی در تیر ماه 1391 جولای 2012 در آن وبسایت نشر یافت. تحلیل شما از مسئله کشف حجاب در دوره رضاشاه پهلوی چیست؟ پایان پرسش. درباره مسئله کشف حجاب، تبلیغات مذهبی پیش از انقلاب و نیز تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی تاریکی‌ها و سوء فهم‌های بسیار آفریده است. هنوز نیازمند شناخت تاریخی این رویداد و نهادن آن در سیاق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن دوره هستیم. به نظر من یکی از بهترین تحلیل‌ها در این باره را خانم نوشین احمدی خراسانی در کتاب حجاب و روشنفکران نوشته است. ایشان به درستی توجه می‌دهد که نباید گمان کرد که کشف حجاب تنها به خواست و اراده رضاشاه پهلوی روی داد. کشف حجاب از چند دهه پیشتر خواسته طبقه کوچک تحصیل کردگان شهری، زنان طبقه بالای جامعه و نیز مردان فرنگ رفته شده بود. میرزاده عشقی باور داشت که از حجاب است که این قوم خرابند خراب و ایرج میرزا حتی باور داشت اگر زنان با زبان خوش حجاب خود را بر نداشتند باید به زور حجابشان را برداشت. به اعتدال از این پرده من رهایی نیست مگر مساعدتی دست انقلاب کند. این خواسته در تضاد با ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی اکثریت جامعه بود. امکان آزادی حجاب برای آن اقلیت وجود نداشت. اکثریت آنقدر زنان نامحجب را به شیوه‌های گوناگون آزار می‌داد که در عمل راهی جز مداخله دولت برای تأمین آزادی شهروندان مخالف حجاب نبود. اما درست نکته همینجاست. خانم احمدی خراسانی میگوید که رضاشاه به جای آنکه در مقام رئیس دولت میان گروه‌های مختلف جامعه که تضاد منافع دارند میانجیگری کند، به نفع یکی علیه دیگری پا در میان میگذارد.
استدلال اصلی خانم احمدی خراسانی این است که حجاب مسئله است مربوط به حوزه خصوصی و اساساً دولت نباید در حوزه خصوصی مداخله کند، چه به سود آزادی حجاب چه علیه آن. بنابراین از نظر ایشان کشف حجاب و حجاب اجباری در ترازوی عدم مداخله دولت در حوزه خصوصی باید قرار گیرد. هر دو غیر دموکراتیک هستند. پایان پاسخ. آیا از لحاظ تأثیرات مثبت و منفی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی می توان کشف حجاب اجباری و رعایت حجاب اجباری را همسنگ و هموزن دانست؟ پایان پرسش. به دشواری می توان این دو را همسنگ دید. چند پیشفرض در استدلال خانم احمدی خراسانی هست که شاید برای من قابل دفاع نباشد. ایشان حجاب را مسئله‌ای مربوط به حوزه خصوصی می دانند. به نظر می رسد که حجاب اساساً مربوط به قلمرو عمومی است. فرض بگیریم که دولت نباید در حوزه خصوصی مداخله کند. این نمی تواند شامل حجاب باشد. در کشورهای دموکراتیک دولت برای پوشش در مکانهای عمومی قانون دارد. در بیشتر این کشورها کسی نمی تواند کاملاً برهنه در خیابان راه برود. لباس پوشیدن در مکانهای مختلف هم قوانین خاص دارد، از دانشگاه گرفته تا محل کار. صرف قانونگذاری در زمینه پوشش نمیتواند غیر دموکراتیک تعبیر شود. پوشش در خانه یا محیط خصوصی البته نباید موضوع قانونگذاری باشد. نکته دیگر آن است که مرز میان حوزه خصوصی و حوزه عمومی آنقدرها هم شفاف و برناگذشتنی نیست. دولت میتواند درباره بسیاری از امور که در حوزه خصوصی میگذرد قانون بگذارد. بخش عمده‌ای از قوانین مربوط به احوال شخصیه به قلمرو خصوصی برمیگردد. اگر قانونگذاری درباره حوزه خصوصی را به طور مطلق نادرست بدانیم، آن وقت در زمینه حقوق بشر و اجرای آن هم دچار مشکل خواهیم شد. البته هیچ کدام از این دو نکته ضرورت دموکراتیک بودن قوانین و اجرای دموکراتیک قوانین دموکراتیک را نفی نمی کنند. شاید دور از واقع بینی باشد اگر فکر کنیم در دوره اولیه گذار به تجدد بدون نوعی اقتدارگرایی دولت پیشبرد کارها ممکن بوده است. بهداشت مدرن، امنیت راهها و شهرها، تأسیس مدارس جدید و نیز نظام دادگستری تازه بدون اجبار و الزام دولت شاید به دشواری و کندی تحمل ناپذیری تحقق می‌یافت. اگر اصلاً تحقق می‌یافت. وقتی در زمان امیرکبیر واکسیناسیون اجباری شد، بسیاری از مردم از واکسینه کردن فرزندان خود می‌گریختند و فکر می‌کردند که با آمپول جن وارد بدن فرزندشان می‌شود. در نتیجه اینقدر بچه‌ها می‌مردند که امیرکبیر بر نادانی مردم می‌گریست. ما تاریخ را اگر از نقطه امروز بخوانیم ممکن است بسیار چیزها به نظرمان خواستنی بیاید که زمان وقوع رویدادها در گذشته امکان وقوعشان محال یا دشوار بوده است. کشف اجباری حجاب قطعاً امری دموکراتیک نبود، اما نمیتوان همه عیب و هنرش را در این خلاصه کرد. جامعه مذهبی به شدت آسیب روحی دید، اما شاید بسیاری از عوارض منفی این امر گریز ناپذیر بود. برخی از پیامدهای ناپسند نیز بی تردید حاصل افراطکاری و تندروی و شاید پرهیز پذیر بود. اما اجبار دولت در جهت رهایی زنان را نمیتوان با اجبار دولت در جهت محروم کردن زنان از حقوق خود یکی دانست. پایان پاسخ. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی خود را حکومتی دینی معرفی می‌کند و نیز با عنایت به اینکه در تاریخ اسلام سابقه قانونی کردن اجبار حجاب توسط نظام‌های سیاسی وجود نداشته است، جمهوری اسلامی اساساً چه منفعتی از قانونی کردن اجبار حجاب می‌برد؟ پایان پرسش. اجباری کردن حجاب در تاریخ اسلام سابقه ندارد، چون علل اصول هیچ دولت اسلامی خود را موظف به اجرای شریعت نمی‌دیده است. ایده اجباری کردن حجاب و همچنین تفکیک جنسیتی مانند ایده ضرورت اجرای شریعت تازه است. اصل اجرای دولتی شریعت فراورده ایدئولوژی اسلامی است.
در داستان اجرای شریعت، مسائل مربوط به زنان در کانون توجه قرار می‌گیرد. حجاب نیز در رأس مسائل زنان. البته همانطور که خانم احمدی خراسانی در آن کتاب آوردند، موج شاه ستیزی پیش از انقلاب زن ستیزانه بود. تجدد ستیزی بخش مذهبی و امپریالیسم ستیزی جریان چپ سراپا زن ستیز است. این زن ستیزی فراگیر است که مقدمات پذیرش اجباری شدن حجاب را در میان اکثریت جامعه فراهم می آورد. اما جمهوری اسلامی چه نفعی از اجبار حجاب می برد؟ باید این مسئله را در رابطه میان زن و تجدد دید. گفتار آزادی زن گفتاری است مدرن که هر قدر پویایی داشته باشد و تحولهایی را از سر بگذراند، باز هم گفتاری مدرن است و با هیچ چسب و سریشی نمیتوان آن را با سنت توجیه کرد. جمهوری اسلامی با گفتار آزادی خواهانی مدرن سر ناسازگاری دارد. طبیعی است که حجاب به سرعت بدل به امری حیاتی و هویت ساز برای جمهوری اسلامی شود. شاید بتوان گفت که جمهوری اسلامی 3 رکن دارد: آمریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی و حجاب. اگر یکی از این پایه ها فرو ریزد، بنای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی فرو خواهد باشید. خواست آزادی حجاب بی تردید خواستی براندازانه است. بدین ترتیب آزادی زن در ایران به موضوعی یکسر سیاسی بدل می شود. پایان پاسخ. با توجه به اینکه مسئله حجاب و رعایت آن توسط جمهوری اسلامی به خصوص در چند سال اخیر بسیار برجسته شده است، این پرسش مطرح می شود که این تأکید و بگیر و ببندها تنها در جهت دغدغه و پاسداشت شریعت است یا اینکه دغدغه‌های دیگری نیز در کار است. پایان پرسش. حجاب در سنت اسلامی بیشتر مسئله فرهنگی و اجتماعی بوده تا موضوعی فقهی. به همین دلیل است که مسائل مربوط به حجاب در فقه بسیار اندکند. در باب نماز و حج و ازدواج مطرح می شوند. هر فرهنگ و جامعه‌ای به شیوه خود پوشش را برمی‌گزیده است. آنقدرها مسئله اسلامی نبوده، بلکه بیشتر عرفی بوده است. ایدئولوژی اسلامی حجاب را به مسئله اسلامی بدل می کند. جمهوری اسلامی استوار بر ایدئولوژی اسلامی است. یکی از ستونهای نگاه دارنده این ایدئولوژی اجرای شریعت است. اما آرمان اصلی آن تشکیل و حفظ حکومت است. اجرای شریعت تا آنجا که به تحکیم و تثبیت حکومت یاری کند برای جمهوری اسلامی در اولویت قرار می گیرد. اگر اجرای شریعت سدی در راه بسط قدرت حکومت برافرازد، ولی فقیه این اختیار شرعی را دارد که به نفع مصلحت نظام حکم شریعت را نادیده بگیرد. اما مسئله حجاب مسئله هاست. یک حکم فقهی ساده مانند باقی احکام نیست. حجاب برای جمهوری اسلامی هم بنمایه اصلی هویت مذهبی آن است، هم مهمترین ابزار کنترل اجتماعی. چنین است که حکمی فرعی و حتی عرفی در اسلام به بنیاد مسلمانی در جمهوری اسلامی بدل می شود. پایان پاسخ. چرا مسئله حجاب که جزء فروع دین هم تلقی نمی شود این اندازه برای روحانیت حساسیت زاست؟ پایان پرسش. به احتمال زیاد مسئله حجاب شالوده ای عرفی دارد تا شرعی. با این همه از همان دوران ناصرالدین شاه که مسئله تجدد اروپایی در ایران طرح می شود و کسانی مانند میرزا حسین خان سپهسالار، مشیرالدوله موضوع تغییر پوشش مردان را پیش می کشند و کم کم زمزمه هایی درباره حجاب زنان نیز به گوش می رسد، روحانیان نگران می شوند. شیخ فضل الله نوری که از کلمه خبیثه آزادی سخت می هراسید، مساوات میان زن و مرد را یکی از آثار مشروطه می دید. تجدد در ایران را با نوشتن تاریخ پوشش می توان روایت کرد. پوشش روحانیان خود نیز مسئله ساز شد و در دوره رضاشاه قانون متحدالشکل کردن لباس مردان تصویب شد. هیچ چیز به اندازه این قانون روحانیان را نمی توانست خشمگین کند.
به نظر من این قانون هم آثار مثبت و منفی داشت و نظام روحانیت را برای همیشه دگرگون کرد. اما بازگردیم به مسئله حجاب. بگذارید مثالی بیاورم. زمانی که انقلاب شد من 5 ساله بودم. در دوره نوجوانیم بسیار از زبان روحانیان شنیدم که پیش از انقلاب آدمهای مذهبی نمی توانستند خیلی جاها بروند. شهر مادری من خانسار است. این شهر کوهستانی یکی از زیباترین ییلاق‌های استان اصفهان است. پیش از انقلاب این شهر به شدت مذهبی و سنتی بود. 2 مدرسه علمیه بزرگ داشت و 2 عالم. یکی در محله بالا و دیگری در محله پایین. طبقه بازاری جا افتاده ای داشت. شهر در چیرگی این 2 طبقه بود. در این شهر پارک کوچکی در دامنه کوه بود به نام پارک سرچشمه. این پارک اواخر دوره پهلوی ساخته شد. ظاهراً دانشگاه‌ها و دبیرستان‌های شهرهای اطراف، مخصوصاً اصفهان، برای بردن دانشجویان و دانش آموزان به اردو از این پارک استفاده می‌کردند. بعدها من می‌شنیدم چقدر روحانیان و بازاریان ابراز ناراحتی می‌کردند که نمی‌توانستند به این پارک بروند، چون در این پارک دخترهای دانش آموز و دانشجوی بی‌حجاب می‌آمدند و دختران و پسران با هم بودند. چنان از ناپسندی این فضای مختلط سخن می گفتند که گویا آنجا باشگاه شبانه بوده، نه محیطی برای دانشجویان. فکر می کردم چرا آخوندها یا بازاری ها احساس می کردند چون زن بی حجاب در آنجا هست یا مرد و زن با هم هستند نمی توانند به آن پارک بروند. چرا حضور دیگران آنها را از حضور در آن مکان خاص باز می داشت. امیل دورکیم در آغاز کتاب صور بنیانی حیات دینی به نکته‌ای مهم اشاره می کند. او می گوید برخلاف تصور کانت، زمان و مکان اموری انتزاعی، مبهم و نامتعین نیستند. تصور زمان و مکان به شکل مجرد و مطلق هیچ گرهی را نمی گشاید. او می گوید مکان مثل زمان امری غیر شخصی و اجتماعی است. همانطور که تقویم پدیده‌ای نشانگر فعالیت‌های اجتماعی یک جماعت و قاعده‌های حاکم بر آن است، مکان هم هویتی اجتماعی دارد. دورکیم می‌گوید که مکان همیشه در نسبت معنا پیدا می‌کند. برای جا دادن چیزی در مکان باید محل آن در مکان با محل چیزهای دیگر فرق کند. چیزی را بالا می‌گذاریم و چیزی را پایین. چیزی را سمت راست و چیزی را سمت چپ. جایی که می ایستیم و فاصله ای که با دیگران داریم از نگرش ما به خودمان و دیگری پرده برمی دارد. ادوارد هال، مردم شناس آمریکایی، در کتاب بسیار خواندنی بعد پنهان اهمیت مکان را در زندگی اجتماعی به خوبی نشان داده است. همه ترس‌ها و میل‌ها و آرزوهای ما در نسبت مکانی ما با دیگران خود را پدیدار می‌کند. حجاب مسئله‌ای مربوط به قلمرو عمومی است. آرزوی اجرای شریعت به معنای آرزوی به انحصار درآوردن قلمرو عمومی است. روحانیت پس از انقلاب تصمیم گرفت از آرمان ایدئولوژی اسلامی که اجرای شریعت بود پشتیبانی کند. در حقیقت تنها امر مشترک میان ایدئولوژی اسلامی و تفکر سنتی روحانیت همین شریعت است. باقی چیزها مثل آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی مسئله روحانیت سنتی نیست. آرزوی روحانیت از سپیددم تجدد در ایران تا امروز راندن وجه آزادی خواهانه تجدد از قلمرو عمومی بوده است. حضور یک زن بی حجاب در یک مکان انحصار و سلطه حضور شریعت را در آن مکان در هم می شکند. مکان میان زن بی حجاب و شریعت تقسیم پذیر نیست. زن بی حجاب نماینده سویه آزادمنشانه تجدد اروپایی است که هویت روحانیت را تهدید می کند. فکر می کنم وقتی بازاریان و روحانیان خانسار به پارک سرچشمه می رفتند، تنها دیدن آن دختران بی‌حجاب با دوستان پسرشان را به معنی نفی و انکار حضور خود می دانستند. شریعت مداری گرایشی مطلق گراست.
در 150 سال اخیر روحانیت از هیچ قدرتی به اندازه زنان خودآگاه، آزاد و مستقل نهراسیده است. پایان پاسخ. جریان روشنفکری دینی به مسئله آزادی حجاب و به صورت کلی آزادی سبک زندگی کمتر پرداخته است. دلایل این امر را چه می‌دانید؟ پایان پرسش. جریان روشنفکری دینی تعبیری مبهم است. شخص اصلی در این جریان عبدالکریم سروش است. برخی پیرو او هستند و شماری دیگر با وجود مذهبی بودن خود را روشنفکر دینی تعریف نمی کنند. در این میان کسانی مانند آرش نراقی از آزادی همجنسگرایی دفاع می کنند. کسانی دیگر نیز هستند که در مسائل شرعی بسیار سنتی می اندیشند. سبک زندگی بسیاری از کسانی که به روشنفکری دینی شناخته می شوند فرقی با مردم سنتی ندارد، از جمله در مسئله حجاب. شاید کسانی مانند عبدالکریم سروش فکر می کنند چون شریعت را نقد کرده اند لزومی برای نقد دیدگاه شریعت درباره زنان نیست، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. علاوه بر آن ایشان ممکن است به آزادی حجاب باور داشته باشد، ولی احتمالاً به ناموجه بودن حکم شرعی حجاب معتقد نباشد. همچنین فکر می کنم کسانی مانند ایشان ترجیح می دهند در این عرصه خطرناک وارد نشوند تا بتوانند نقد فکر دینی را در چارچوب شرایط موجود اجتماعی و سیاسی در ایران آرام پیش برند. شاید فکر می کنند وارد شدن در مسائل زنان راه کسانی مانند او را به فضای عمومی می بندد. به هر روی روشنفکری دینی در ایران چندان به بحث درباره مسئله زن علاقه ای نشان نداده است. اما جدا از دلایلی که گفتم، شاید دلیل عمده آن باشد که روشنفکری دینی برای طرح مسئله زنان در اسلام دچار مشکلی نظری است. بیشتر روشنفکران دینی از دو امر آگاهی چندانی ندارند. یکی سنت فقهی، دیگری تاریخ اسلام. اینکه روشنفکران عرب می توانند سنت اسلامی را نقادی کنند به دلیل چیرگی آنها بر متون تفسیری، حدیث و فقه و تاریخ اسلام است. اما روشنفکری دینی ایرانی بیشتر به طرح مباحث فلسفی جامعه شناختی درباره دین می پردازد. وقتی پای مسئله زنان به میان آید، روشنفکر دینی چیز تازه‌ای برای پیش نهادن ندارد. سخن گفتن از منظر مدرن درباره زن که نمیتواند توانایی انحصاری روشنفکران دینی باشد. در نتیجه درباره مسئله زن ما یا گفتار فقهی را داریم یا گفتار روشنفکری عرفی را. روشنفکران دینی نمیتوانند در این زمینه با سنتگرایان و فقیهان گفتگو کنند. دلیل آن هم بیشتر همین فقر فکری و روشنفکری دینی است که آوردم. یکی از معضلات اصلی روشنفکری دینی در ایران این است که بیشتر به دین به طور کلی می‌پردازد تا به دین تاریخی ما، به ویژه در 4 سده اخیر تشیع. نوع آموزش شماری از این افراد فلسفه تحلیلی است و طبیعی است که با فلسفه تحلیلی نمی‌توان به این وادی‌ها گام نهاد. چنین است که به نظرم حتی مباحث اخلاقی که طرح می‌کنند علاوه بر آن که بیشتر ترجمه است، نقش اندکی در لرزاندن بنیادهای سنت بازی می‌کند. از اینها که بگذریم، اساساً روشنفکران عرفی هم به ندرت مسئله زنان را طرح کردند. روشنفکری چپ ایرانی هم آزادی و حقوق زنان را در اولویت خود قرار نمی‌داد. تنها در 2 دهه اخیر است که نرمک جنبش زنان در ایران اهمیت این موضوع را به ساحت فکری ما تحمیل می کند. پایان پاسخ. تجربه شخصی شما از مسئله حجاب اجباری و رعایت یا عدم رعایت آن در شهرهای مذهبی چون قم زادگاه شما چیست؟ و اساساً اجباری بودن حجاب چه بازخوردهایی در این گونه شهرها داشته است و دارد؟ پایان پاسخ. فکر نمی کنم هیچ شهری به اندازه قم قربانی حجاب اجباری و تفکیک جنسیتی شده باشد. به نظر من زن ستیزترین شهر ایران قم است.
این به معنای آن نیست که زنان قمی تسلیم وضع موجودند. به عکس، نسل تازه دختران قمی از سرکشترین و عصیانگرترین زنان امروزند. شاید هیچ شهری به اندازه قم در بردارنده تناقض‌های اجتماعی نباشد. با این همه آسیب‌ها و رنج‌هایی که جامعه جوان از محدودیت‌های جنسیتی در قم می‌برد، هنوز به بحث گذاشته نشده است. جمهوری اسلامی در قم یک نوع تجدد سعودی مآبانه درست کرده است. خراب کردن بناهای قدیمی و ساختن اتوبان‌های بزرگ و ساختمان‌های عظیم و مجتمع‌های تجاری. با وجود آنکه بیشتر رهبران و مقامات و مهندسان جمهوری اسلامی فاقد فرهنگ والا های کالچر هستند، فکر می‌کنم این تجدد سعودی مآبانه به تدریج رنگ سلطه روحانیت را از صورت این شهر می‌پراند. فضاهای بزرگ اندک اندک کنترل اجتماعی شهر را برای حکومت و روحانیت دشوارتر می‌کند. همانطور که در خود عربستان سعودی چنین کرده است. من آنچه از دور درباره قم میشنوم و میبینم یک جامعه صدرنگ و صدپاره بدون انسجام اجتماعی، دچار بیهنجاری اخلاقی و در مرز انفجار است. نماد تمام عیار تباهی آرمان شهر جمهوری اسلامی. ابراهیم زنجانی، ملای منتقد. روحانیت کهن‌ترین نهاد مقتدر اجتماعی ایران است. تنها پس از ورود تجدد این نهاد کهن به مسئله‌ای برای اندیشیدن بدل شد. گرچه شماری از روحانیان خود در سنگر مشروطه خواهان علیه ساختار سیاسی خودکامه مبارزه می‌کردند، ولی در قیاس با بدنی اصلی روحانیت که سنتی و هوادار نظم قدیم سلطنت بود، در حاشیه قرار داشتند. بیشتر روحانیان این دوران نماینده متسلب سنت و مانع درشت راهیابی تجدد به ایران شناخته می شدند. بر این روی نظام فکری و اقتدار اجتماعی روحانیت در کانون دغدغه‌های اصلی مشروطه‌گران قرار گرفت. دوران جنبش مشروطیت را عصر بیداری ایرانیان نام نهادند. اما برخی از پژوهشگران نسل جدید درباره سرشت و دامنی این بیداری خوشبینی‌های گذشتگان را ندارند. سخن بنیادی آنها این است که درک ما از مفهوم‌های سیاسی عرفی برآمده از تجدد در این عصر تقلیل گرانه است. به نظر این پژوهشگران، نظریه پردازان مشروطیت یا از سر ناآگاهی یا به انگیزه کاهش مانع‌های پیشرفت این جنبش تفسیری کم و بیش دینی از مقوله‌های عرفی مانند قانون، آزادی و ملت به دست دادند. پاره‌ای از نوشته‌های دوران مشروطیت از سر ناگزیری شرایط تاریخی می‌کوشند تا از نهاد روحانیت سخن بگویند و پنهان و تاریک آن را بکاوند. در شماری از نوشته‌های این دوران بارقه‌هایی از جسارت پرسش و تلاش برای تردید در اصول سنت قدیم دیده می‌شود که ستودنی است و حتی پس از 1 سده تازگی و تراوت خود را نگاه داشته است. این سنخ از نوشته‌ها به سبب دنباله‌دار نبودن نشان دهنده توقف جامعه ایرانی از کنجکاوی در پاره‌ای از وجوه و اضلاع مهم سنت است. با گذشت 1 سده از رویداد مشروطیت، روحانیت هنوز موضوع پژوهش‌های تاریخی گسترده قرار نگرفته است. یکی از مشکل‌های جدی در این راه کمبود یا ناشناخته بودن منابع تاریخی در این زمینه است. بدین رو با بازنگری در آثار و مکتوبات دوران مشروطیت از این چشمانداز شاید اسناد مهمی برای پژوهش تاریخی درباره تبارنامه و کارنامه روحانیت فراهم آید. یکی از این نوشته‌ها کتاب خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی 1234 الی 1313 خورشیدی است که اطلاعات گرانبها و نادری را از درون حوزه‌های علمیه آن دوران به دست می‌دهد. شیخ ابراهیم زنجانی در روزگار خود مجتهدی برجسته بود که در جنبش مشروطیت نیز نقش بازی کرد و آوازه یافت. در دوره اول تا 4 مشروطه
از زنجان و تبریز به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد. کنار کسانی چون سید حسن تقی‌زاده از نمایندگان لیبرال و رادیکال و روشنفکران و آزادیخواهان آن عصر قلمداد می‌شد. او عضو حزب دموکرات بود که در برنامه‌اش دین را از دولت جدا می‌خواست. برخی شیخ ابراهیم زنجانی را فراماسون می‌دانستند، اما در مقام یک روحانی سرشناس حتی در میان توده مردم به ویژه در منطقه زنجان اعتبار و احتشام داشت. البته امروزه آوازه او بیشتر از این است که مدعی العموم دادگاه نظامی بود که حکم اعدام شیخ فضل الله نوری قطب مخالفان مشروطیت را صادر کرد. جدا از کتاب یاد شده و نیز نامه‌های شیخ ابراهیم زنجانی به سید حسن تقی‌زاده که به همت ایرج افشار منتشر شده، نگارنده از انتشار اثر دیگری از این مجتهد مشروطه خواه زنجانی خبر ندارد. انتشار کتاب خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی به ویژه در دوران حکومت روحانیان در ایران دلیرانه است. شاید غلام حسین میرزا صالح ویراستار این کتاب به همین سبب نوشتن پیشگفتاری را در شرح زندگی و شخصیت زنجانی و اهمیت خاطراتش وانهاده و از خیر مخاطره آمیز آن گذشته است. زندگی نامه خودنوشت شیخ ابراهیم زنجانی. همچنان که ایرانیان چندان به نوشتن زندگی نامه خود رغبتی نشان نداده‌اند، روحانیان نیز در فاش کردن زندگی خصوصی و واگویه محیط پیرامون خود سخاوت چندانی نداشتند. از این چشمانداز زندگی نامه خودنوشت شیخ ابراهیم زنجانی یکی از نوشته‌های کمیاب و پر اهمیت است. در هنگامه مشروطیت آن دسته از روحانیانی که با اندیشه‌های تازه و دستاوردهای فکری تجدد آشنا می شدند، به ویژه اگر جوان بودند، لباس روحانیت را از تن به در می کردند و مکلا می شدند. شیخ ابراهیم زنجانی برخلاف دوست جوان خود سید حسن تقی‌زاده این راه را نرفت و در لباس روحانیت باقی ماند. از سوی دیگر شمار اندکی از روحانیان هستند که مانند آقا نجفی قوچانی درباره زندگی خود کتاب نوشتند. دلیل آن این است که روحانیان نگاه انتقادی به روحانیت نداشتند و روابط نزدیکی با این نهاد داشتند. از این رو ثبت بسیاری از جزئیات یا توصیف برخی پدیده‌ها برای آنها اهمیتی نداشته یا در قلمرو حریم صنفی که باید پنهان داشته شود جای می گرفته است. خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی ساختاری منسجم، یک دست و سراسر روایتگونه ندارد. با توجه به اینکه در جای نویسنده سال عمر خود را 72 و دو جای دیگر 74 یاد می کند، به نظر می رسد کتاب یک باره نوشته نشده است. در 4 فصل نخست روایت زندگی شخصی با بیان شرایط اجتماعی و سیاسی دوران و نیز تبیین اصول اعتقادات اسلامی نویسنده درآمیخته است. بدین ترتیب شاید بتوان گفت کمتر از نیم کتاب زندگی خصوصی نویسنده را روایت می کند که البته در بستر آگاهی از باورهای سیاسی، اجتماعی و دینی او بهتر معنا می دهد. فصل 5 کتاب به مختصری از اساس تاریخ جهان می پردازد که دانسته های نویسنده است از تاریخ طبیعی و اطلاعات ابتدایی کیهان شناختی. فصل 6 و پایانی نیز اندکی از تاریخ ایران را باز می گوید که تحت تأثیر تاریخ نویسی های آن دوران بر گرایش ناسیونالیستی و تا اندازه‌ای عرب ستیزانه استوار است. می توان حدس زد که بسیاری از آنچه در زندگی زنجانی سرنوشت ساز بوده در این کتاب از قلم افتاده است. از حوادث پس از مشروطه و به ویژه دادگاه شیخ فضل الله نوری که وی در آن مدعی العموم بوده در این کتاب نشانی نیست. جدا از این درباره زندگی خصوصی پرتب و تابش نیز نوشتنی ها به قاعده باید بیش از آن باشد که نوشته شده است. با این همه آنچه آمده نه اندک است و نه اهمیتی اندک دارد
و در قیاس با نبود یا کمبود این گونه نوشته ها در تاریخ معاصر ایران از نظر هنر زندگی نامه نویسی نیز از ارج و اعتبار بسزایی برخوردار است. شاید اگر این مجتهد هوشیار اهل رمان خواندن نبود، نمیتوانست سرگذشت زندگی خود را به این روانی و شیرینی روایت کند. با آنکه نوشتن درباره حرم و همسر در میان علما به هیچ روی رواج ندارد، در این کتاب شیخ ابراهیم از عشق خود می نویسد: در همان سن اول جوانی، هنوز شاید بالغ نشده، یک عشق به یک دختر عموی بی اندازه خوشگل پیدا می کند. اما چون آن دختر بزرگتر از اوست و او خود نیز نوجوان است، مجال پیشنهاد ازدواج نمی یابد. در زمان نوشتن این کتاب آن دختر 78-79 سال دارد و فرزندان بسیار. شیخ ابراهیم نیز از پی درگذشت زن اول زن دوم اختیار کرده و در 74 سالگی چند دختر و پسر دارد. اما هنوز آن عشق در دل من و او هست و نمیدانم این چه عالمی است. پایان نقل قول. رفتارش با زن اول که از روستاست و پیشانی مرمر و زلفی مانند مشک و عنبر و چشمهایی مانند آهو داشت، هرچند دماغ و لبها متناسب آنها نبود و درشت بود، عاشقانه، محترمانه و مهربانانه است. در مرگ او کودکوار می گرید. بار دوم با زنی شهری ازدواج می کند که با زن اول تفاوت‌های آشکار دارد. این زن بسیار عاقله و خانه‌دار و کاردان و تربیتدان و شهری و متمدنه است. آن زن مرحومه با اخلاق خوب دهاتی بود. این خانه‌داری و اداره کردن و تربیات را نمی‌دانست، اما مطیعه بود. اما این زن بسیار کاردان است و عفیفه و مردی است بلند مقام. پایان نقل قول. شیخ ابراهیم زنجانی روایت زندگی خود را از سال 1297 هجری آغاز می کند و به 12 ذی‌حجه 1328 هجری روز گذشتن اعتبارنامه‌اش در مجلس شورای ملی پایان می دهد. به سخن دیگر وی تنها زندگیش را از 25 سالگی تا 58 سالگی باز می گوید و درباره 2 دهه پایانی حیات خود و رویدادهای سیاسی و اجتماعی آن خاموش می ماند. این سکوت معنادار است. بعد اغتشاشات و وقایع عجیب در ایران و تهران و زنجان و همه ولایات رخ داد که در چند قرن نظیر آنها دیده نشده و شرح و تفصیل وقایع هر شهر محتاج کتاب مفصلی است. پایان نقل قول. پایان دادن روایت زندگی با این عبارت نشان نگاه بدبینانه او به این دوره و به بیمیلیش به بیان آن است. او از سرنوشت جنبش مشروطیت بیگمان تلخکام بوده است. عقلای فرنگ همه گفته بودند چون نه شاه، نه مقربان درگاه و نه ملت ایران از روی دانایی و بصیرت می دانند مشروطیت و آزادی و حق و عدالت چیست و برای تحصیل آن در ممالک متمدنه چه خونها ریخته شده و چه آشوبها برپا گردیده، بلکه فقط شنیدند مشروطیت یک چیز خوبی است و بر نفع ملت و کمی کاهش اقتدار از سلطنت است و رفع ظلم و سبب امنیت است. مانند یک هوسی ملتیان خواسته شاه و دربار دادند. نه درباریان می توانند این امر مهم را اداره کنند و نه ملت می توانند این حق را فهمیده نگاه دارند. فقط آنچه خواهد شد یک انقلاب و هرج و مرج و ناامنی و خونریزی و گسیختن رشته کارها و رفتن قدرت دولت و کثرت غارت و رفع امنیت خواهد شد و بالاخره از ناقابلی ملت و درباریان شاید همین عنوان سبب انقراض ایران شود. پایان نقل قول. و جای دیگر که از شدت آشوب اجتماعی و فساد سیاسی دوران پیش از مشروطه می نویسد، ناگهان نهیب می زند:
گمان نکنید که الان اسم مشروطه به میان آمده. چنین نیست. اکنون به رنگ‌های دیگر بسیار بسیار بدتر است. پایان نقل قول. سکوت درباره رویدادهای پس از مشروطیت در حالی است که زنجانی برای ثبت ماجراهای تاریخی معاصر در زندگی نامه خود شور و شوق نشان می‌دهد و حتی یک جا درباره سکون تاریخی ایران زبانی کنایه‌آمیز به کار می‌برد. سال 1309 قمری هم بدون تغییر مهمی در زندگی ما به پایان رسید. اصلا در ایران وقایع تاریخی مهم مدتی است وجود ندارد. پایان نقل قول. با این همه آنچه زنجانی در این کتاب آورده است اگر بی‌نظیر نباشد کم مانند است. او پست و بلند چند دهه از زندگی خود را با زبانی روان حکایت می کند و مهمتر از آن می کوشد تا به سویه‌هایی از حیات حوزه‌های علمیه، سازوکار دستیابی روحانیان به اقتدار اجتماعی و اقتصادی و روابط آنان با مردمان عادی و حاکمان روشنی اندازد. از آنجا که وی با تجدد آشناست و در سلک مشروطه خواهان درآمده، نگاهی سخت انتقادی به کاروبار روحانیت دارد و می‌کوشد مبانی و مبادی دینی و اجتماعی شکلگیری روحانیت را تبیین، تحلیل و نقد کند. نهاد روحانیت در اسلام. مجتهدی معمم مانند شیخ ابراهیم زنجانی به هیچ روی برای نهاد روحانیت در اسلام مشروعیتی نمی‌شناسد. روحانیت در مقام طبقه یا صنفی که امتیاز ویژه دارد، هنگامی مشروعیت می‌یابد که در اسلام واسطه میان خلق و خالق معنا داشته باشد. از نظر او در آنچه مربوط به امور و تکلیف‌های دینی می‌شود، در اسلام واسطه‌ای میان خدا و انسان نیست. زنجانی جدا از آنکه کردار عموم روحانیان را برخلاف اصول و آموزه‌های اسلام واقعی می‌داند، باور دارد بی هیچ شک و تردید اسلام از امت و بشر یک صنف روحانی مقرر نکرده. اسلام قطعاً روحانی ندارد. زنجانی حتی پا را فراتر می‌گذارد و نقش پیامبر را نیز به یک پیامگذار فرو می‌کاهد و میانجیگری او را در مقام تشریع و تکوین نفی می‌کند. صریح قرآن پیغمبران را مانند دیگران بشر خوانده و مکرر فرموده مانند شما و فقط به پیامبر وحی می شود و او پیغام می رساند. ابداً قادر بر تصرف در کائنات و تغییر مقدرات نیست. پایان نقل قول. بر این بنیاد ارتزاق از راه دین و کسب امتیاز به عنوان روحانی در اسلام جایگاهی ندارد و روحانیان نیز مانند دیگر مردمان باید کار کنند و درآمد به دست آورند. زنجانی پس از بیان استدلال‌های کلامی نتیجه می‌گیرد. با این همه اساس روشن و آفتابی و غیرقابل انکار و موافق عقل و طبیعت و سنت هر کس نگاه کند می‌بیند رنود و قلندران و به عبارت دیگر شیاطین و حیله‌گران و آدم فریبان تمام اساس بدیهی اسلام را از میان برده و ترتیباتی به میان آوردند که صریحاً بر نقیض اسلام و ضد احکام اوست و آن را اسلام نامیدند. پایان نقل قول. زنجانی سبب شکلگیری نهاد روحانیت را دو امر می‌داند. از سوی ساده دلی مردم و نیاز آنها به پرستش امور محسوس که خواستگاه بت پرستی است و از سوی دیگر تلاش جمعی زیرکتر و پرفنتر آدم فریب برای تسخیر روح و مغز و افکار و دل آن جماعت عوام زحمتکش به هدف کسب تفوق و مرجعیت. نویسنده می‌اندیشد اگر روحانیان اسلام واقعی را به مردم باز می‌نمودند، به این درجه تفوق و راحت و نعمت و ریاست بی زحمت نمی‌رسیدند. شیخ ابراهیم با هوشمندی در می‌یابد که بحث درباره جایگاه روحانیت در الهیات شیعه
بدون بحث در مبانی کلامی امامت و مسئله تکلیف مؤمنان در روزگار غیبت امام 12 ناقص و ناکام است. همچنین او آگاه است که این گفتار ارتباط مستقیمی دارد با جستار حکومت و نظام سیاسی از نظر شیعه. از این روی می‌کوشد بحث حکومت اسلامیه را به میان آورد و مبانی اسلامی دعوی مدافعان ولایت فقیه را نقد کند. نقد حکومت اسلامیه و ولایت فقیه. شیخ ابراهیم زنجانی از این شگفت زده است که فقیهان چگونه در فروع بی‌حاصل فقهی مانند توریث اجداد ثمانیه یا انسان دوسر یا خنسا غرق شده‌اند و از کاوش و روشنگری در مسئله مهمی مانند حکومت در زمان غیبت امام معصوم باز مانده‌اند و در چنین مسئله مهمی گفتگو نکرده و طریقی معین ننمودند، با اینکه در فروض غیر متفقه مبحث‌ها قرار دادند. او نخست دو مبنای شیعه و سنی را درباره خلافت پس از پیامبر توضیح می‌دهد. از نظر زنجانی حکومت اسلامیه از آغاز موضوع اختلاف میان مسلمانان بوده است. او مذهب عامه و اهل سنت را حکومت اسلامیه به طرز جمهوریت می‌داند. باید عموم اسلامیانی که می‌توانند مداخله در امور داشته باشند، یعنی می‌فهمند که باید مرجعی صالح برای اداره امور عامه باشد و می‌توانند اظهار عقیده کرده و اشخاص را تمیز داده و صالح و طالح را شناخته و اصلح را انتخاب و اختیار کنند. به عبارت دیگر شرایط انتخاب رئیس جمهور مسلمین را دارا باشند. 3 نکته و شکی نیست در اینکه اگر واقعاً میان اهل حل و عقد و انتخاب شدگان اختلاف شد، مدار بر اکثریت خواهد بود. پایان نقل قول. وی مبنای شیعه یعنی نسب از سوی خداوند و پیامبر را سلطنت شخصی و تعیین سابق مرلاحق را می‌خواند. زنجانی اگرچه آشکارا با نظریه شیعه درباره امامت امامان و حکومت در غیاب آنان در نمی‌پیچد و تلاش می‌کند نظر خود را در این باره از زبان یک سنی در گفتگویی که به نظر خیالی می‌آید بیان کند، به صراحت می‌نویسد: پس جمهوریت در چنین اعصار ناچار به مذهب اسلام باید در میان باشد. شیخ ابراهیم زنجانی به تفصیل مشکلات باور داشتن به نظریه شیعه درباره امامت را تبیین می‌کند. اگر قرار باشد مشروعیت امام منوط به نسب الهی و امام پیشتر باشد، پس لازم است تا پایان جهان سلسله امامت گسترده شود یا جهان به اندازه سال عمر امامان کوتاه گردد. اما غیبت امام 12 نشان می‌دهد که شیعیان باید برای تدبیر امور این جهان خود بیندیشند. زنجانی می‌نویسد: ائمه فرمودند در مدت غیبت امام کسی که عالم به احکام و عارف به حلال و حرام باشد و امین و عادل باشد جانشین امام است. پایان نقل قول. ولی اگر صدها و هزارها نفر عالم پیدا شد چه باید کرد؟ اگر تشخیص عالم یا اعلم به خبره کارشناس واگذار شود، گرهی گشوده نخواهد شد، زیرا اگر کارشناسان و خبرگان بسیار شدند و اختلاف کردند چاره چیست؟ آیا هر شهر و دهی جانشین امام خود را خواهد داشت یا همه بلاد باید به یک نفر گردن بگذارند؟ همه بلاد در یک جا گرد آمده برای همه یکی را معین کنند؟ اگر اختلاف در تعیین مکان شد چه باید کرد؟ و چگونه این امر ممکن است؟ و این مردم را چه باید جمع کند؟ اگر حاضر نشوند چه اجبار کند؟ پایان نقل قول. 10 پرسش از این دست راه را بر نظریه ولایت فقیه می‌بندد. سرانجام زنجانی درباره وجوب گردن نهادن به فقیه در مقام جانشین امام معصوم می‌نویسد:
از قرآن و سنت متواتره از حضرت پیغمبر چنین فرضی و بیان حکم و طریق تعیینی چیزی نیست. پایان نقل قول. آنگاه شماری از روایت‌ها در این باره را از جمله مقبوله عمر بن حنظله به میان می‌آورد و بر ناتوانی آنها در اثبات ولایت فقیه استدلال می‌کند. چنین است که زنجانی بحث حکومت را نه مسئله این نقلی که سراسر عقلی می‌انگارد. کسی که با من طرف مکالمه است از تبیین یک یا چندین رئیس کل و پادشاه با قرآن و احادیث در زمان غیبت امام نمیتواند از عهده برآید. ناچار رجوع خواهد کرد به حکم عقل و عقلا و باور می‌یابد که جانشینی امام به حکم عقل قطعی باید انتخابی باشد و امکان ندارد هر مدعی صفات و هر مدعی مخصوصه رئیس کل مسلمین باشد و هرگز علمای شیعه متوجه نشدند، یعنی این کار را نکردند که طریق تعیین رئیس کل و جانشین امام را در زمان غیبت معین نمایند. پایان نقل قول. نگارنده کتاب در گفتگویی با مردی سنی از بی‌حاصلی مباحث کلامی درباره خلافت و امامت و اختلاف شیعه و سنی می‌نویسد و آن را علت عقب ماندگی مسلمانان می‌داند و مبانی شیعیان را در باب امامت به سختی نقد می‌کند. همچنین حکومت خلفای اسلامی را به تقلب و زور می‌داند و مشروع نمی‌شناسد. بر این روی زنجانی با نفی مشروعیت الهیاتی روحانیت و هر گونه امتیاز دینی برای روحانیان، تصدیگری آنها را در امور دینی و دنیوی ناموجه می‌انگارد و از راه بازگویی سرگذشت شخصی خود نظام روحانیت را در چنبره نقد می‌گیرد. حوزه‌های علمیه سرچشمه بدبختی‌های ایران. در روزگار شیخ ابراهیم زنجانی ایران حوزه علمیه متمرکز و بزرگی ندارد. شهرهای بزرگ هر یک حوزه‌های کوچکی دارند و طلبه‌های اندکی گرد چند استاد به تحصیل و پیش بردن حرفه روحانیت اشتغال دارند. رسم بر این است که هر کس خواهان تحصیل در مراحل عالی است بار سفر ببندد و راهی عتبات عالیات به ویژه نجف شود. مرکز اقتدار علمی و دینی شیعه در عتبات است و مراجع بزرگ تقلید در آنجا حضور دارند. زندگی نامه خودنوشت شیخ ابراهیم زنجانی با شرح داستان سفر او به نجف آغاز می شود. او به تفصیل می نویسد که پیش از رفتن به نجف از عتبات عالیات و مراجع تقلید و طلبه ها و ساکنان آن تصوری مانند عوام مردم داشته است. پس از اینکه 2-3 سال در عتبات ماندم و اوضاع آنجا را از علمای معروفین و طلاب و مجاورین دیدم، آن اعتقاد ساده عوامی را که داشتم و علما و طلاب، بلکه سکنه عتبات مقدسه را مانند فرشته پاک و زاهد و معرض از دنیا و ریاست و جاه میپنداشتم، به کلی زائل شد. بلکه به عکس دیدم که حریص‌ترین مردم به مال و جاه و عیش و فریب عوام در آنجا تمرکز یافته و اساس کارها بر طلب دنیا و متابعت هوا و فریب عوام است. بلکه هر قدر تقدید در اساس اسلام و حقایق احکام نمودم، بر من روشن‌تر شد که از دین تنها نامی باقی مانده که آن را مایه زندگانی آسوده و جمع مال و خوشگذرانی و تحمیل بر عوام بدبخت ساختند. اوضاعی که از ایرانیان بدبخت در راه و عتبات دیدم، به اندازه‌ای دلم به حال این مملکت سوخت که به شرح نیاید. دیدم وسایل تمام بدبختی ایران در آنجاها تهیه می شود. پایان نقل قول. بدینسان او جابجا زبان به طعن علما، مراجع تقلید و طلبه ها می گشاید. نه تنها زندگی روزمره آنها را از فساد مالی آکنده می بیند، بلکه باور دارد به دلیل آنکه علما خود را واسطه میان خدا و انسان کردند، از توحید خارج شده و به شرک گرویدند. در نجف اشرف توحید تام کامل که توحید در ذات و صفات و افعال حضرت باری است، برای عوام بلکه اکثر ملتبسین به علم از بین رفته.
پایان نقل قول. او تصریح می کند که رفتار علما در واسطه‌گری میان خلق و خالق قطعاً مستلزم تغییر بسیاری از احکام اسلام خواهد بود. زنجانی از پیامدهای انتقاد ریشه‌ای از روحانیت آگاه است. میدانم ذکر این امور خطرناک است و میدانم که نمیتوانم آنچه فهمیده‌ام چنان که شاید و باید به رشته بیان بکشم و میدانم خواننده نادان چنان گمان خواهد کرد که مرا سستی عقیده و ایمان فرا گرفته. با این همه از ذکر شمه‌ای از حقایق نمیتوانم خودداری کنم. پایان نقل قول. و کسانی که این نوشته های مرا میخوانند خواهند گفت تو به کلی بی اعتقاد به این اوضاع هستی، یا از اسلام معرض هستی، یا چرا افترا میگویی. اما اینکه بگویند که از اسلام معرض هستی، خدا میداند این دلسوزی ها و حقیقت گویی ها از شدت غیرت به اسلام و شدت اعتقاد به اسلام حقیقی است. 3 اما اینکه بگویند افترا میگویی، خدا میداند امکان ندارد 1001 این مفاسد بیان نمایم. پایان نقل قول. او حتی از اینکه بتواند اصلاح پدید آورد نومید است. آیا می توانم کاری بکنم؟ آیا قابلیت این را دارم که همت به احیای اسلام گمارم؟ دیدم خیر، محال است. نه معاضد و همراه و هم عقیده دارم، نه مردم بدبخت به حالی افتادند که بتوان با قول و نصیحت و دعوت هدایت کرد. هر کس یک کلمه بگوید، شمشیر تکفیر که تیز شده برای آنکه هر کس اندکی برخلاف ریاست و ثروت و قدرت و عیاشی و عشرت و تزویر و اظهار حقانیت این مردم روحانیت کلمه ای بگوید، بی سؤال و جواب، بی تحقیق و حساب، به گردن جوینده و گوینده حق افتاده، نفسش را قطع کنند و ریشه اش را بکنند. پایان نقل قول. زنجانی با ذکر مواد 26 گانه‌ای برای اسلام که همه بر پایه فقه شیعه است، هر گونه امتیاز اقتصادی را برای روحانیان انکار می کند و در نتیجه وضعیت جاری را یکسره برخلاف اصول اسلام می بیند. چیزی که فعلا خصوصا در ایران اسلام می نامند تماماً بر ضد اساس اسلام است. پایان نقل قول. از این روست که شرح درازی می دهد از سازوکار درآمد اقتصادی روحانیان از راه منصب و موقعیت مذهبی که در نظرش هیچ پیوندی با اسلام ندارد. منابع درآمد روحانیت. آنچه شیخ ابراهیم زنجانی درباره منابع درآمد اقتصادی روحانیت می نویسد، از این رو اهمیت بیشتر می یابد که کم و بیش امروزه نیز روحانیت از این منابع ارتزاق می کنند. اگر با بالا رفتن سطح درآمد عمومی مردم و افزایش جمعیت و عوامل دیگر را در نظر بگیریم، گسترش شگفت‌انگیز درآمد روحانیت را می توانیم حدس بزنیم. شیخ ابراهیم زنجانی درآمد روحانیت را آنقدر هنگفت و سازوکار کسب آن را آن اندازه پیچیده توصیف می کند که تنها با یک دولت قابل مقایسه است. عتبات در واقع یک دولت و مرکز روحانیت و سلطنتی فوق سلطنت هاست. پایان نقل قول. او روحانیت را صنفی اختراعی می نامد که باید کارهایی به خود اختصاص دهند. وی حیرت می کند از اینکه روحانیان با ابداع شیوه های گوناگون پول گرفتن از مردم غیر این گونه اختراعات و تصرفات و افکار که همه به نفع خودشان است کاری ندارند. وی برخی راه‌های درآمد روحانیت را نیز برمی شمرد. زکات و خمس. زنجانی با برشمردن مواردی که موضوع زکات و خمس قرار می گیرد، انحصار اخذ زکات و خمس به روحانیت را نفی می کند. از نظر او هر مسلمانی وظیفه دارد خمس و زکات را در مجاری دینی خود هزینه کند یا مسئولیت هزینه آن را به دولت بسپارد و دلیلی وجود ندارد که این میزان هنگفت مال از ایران خارج و به عتبات و به دست مراجع تقلید رسانده شود. حالا با ترغیباتی که اتباع آقایان مراجع تقلید و طلاب که خود استفاده می کنند معمول شده، هر کس هر قدر از زکات و خمس و مال امام و رد مظالم می خواهد بدهد. حمل می کند به عتبات و آقایان مراجع تقلید
خودشان هم تأکید و ترغیب می کنند. روز به روز مداخلات و اختراعات در این کار زیاد شده تا کار به جایی رسیده که صریحاً امر می کنند تمام وجوه میراث از خمس و زکات و مال امام و رد مظالم و مال وصایا و عایدات اوقاف برای خیرات از تمام بلاد شیعه باید حمل به عتبات شود. 3 احسانات به دست علما باشد افضل است. پس بالاخره 3 تمام عناوین که در اسلام وجوباً یا استحباباً برای دادن وجه مجانی به دیگری است برمیگردد به کسی که در نجف اشرف یا کربلا ثابت شود اعلم و اتقی است. این در حالی است که از نظر زنجانی مردم ایران در آتش فقر می سوزند و خود از هر کس دیگر به مال ایرانی شایسته ترند. وصیت. اختصاص وصایت به روحانیت در سده‌های اخیر و تا پیش از استقرار نظام حقوقی جدید در ایران امری رایج بوده است. توده مردم گمان داشتند تنها نزد یک روحانی میتوان وصیت کرد و روحانی نقش یک وکیل در دنیای امروز را بازی میکرده است. زنجانی این شغل روحانیت را انفع از هر تجارت و مالکیت و حکومت میداند که از نظر شرعی ساختگی است. با توجه به اقتدار اجتماعی روحانیت و باز بودن دست آنها در تصرف مال مردم، هر کس هم فهمید که شرعاً از غیر اینان وصی میتوان کرد و بسیاری ناچار بودند از غیر ایشان وصی کنند، همه مال ایشان به غارت می رود. پایان نقل قول. نویسنده از شگردهای گوناگون جعل سند یاد می کند که روحانیان به یاری آن اختیار وصیت مردگان را به دست می گرفتند و بر اموال آنها چیره می شدند و در بسیاری مواقع ورثه را از مال بی بهره می گذاشتند. روحانیان خود منصب قضاوت را هم به عهده گرفته بودند و در نتیجه راهی برای دادخواهی نبود. زنجانی علت عدم انباشت سرمایه را که به بدبختی سکنه ایران انجامیده همین بیدادگری اقتصادی روحانیان می‌داند. سبب بدبختی سکنه ایران چیست که برخلاف ممالک دیگر ثروت در هیچ خانواده تا 2 پشت و 3 پشت پاینده نمی شود و مردم دیگر هرگز به یکدیگر و به هیچ معامله و شرکت و تجارت و بنای کارخانه و سایر آبادی رغبت و اعتبار نمی کنند. پایان نقل قول. این بیدادگری از نظر نویسنده یکی از اسباب مهم مهاجرت ایرانیان به عراق، قفقاز، هندوستان، ترکستان و حتی اروپا است. سبب جلای وطن بسیاری از ایرانیان و پناه بردن به ممالک خارجه و به کار حمالی و عملگی پرداختن و با هر زحمت سوخته و ساختن، از زحمت و تعدی مأمورین دیوان و از آفات قاضیان و تجاوزات روحانیان و ملتبسان به هیئت علما و دینیان است. پایان نقل قول. از ورای حجاب، نوشته مهدی خلجی. راوی نوای آزادی. تولید صوتی آوای بوف. avayaboof.com. رد مظالم. رد مظالم اصطلاحی است که در سده‌های اخیر رواج یافته است. بنابراین نظریه فقهی هر کس مال دیگری را از میان برده یا خورده و نمیتواند آن مال را به صاحبش برگرداند، مبلغی را به عنوان رد مظالم به فقیران میدهد تا گناه وی بخشوده شود. رسم این چنین بوده و هنوز هم تا اندازه‌ای هست که توده مردم نزد روحانی یا مرجع تقلید می روند و به گناه خود در تباه کردن مال دیگران یا ستم کردن به آنان اعتراف می کنند. سپس بنابر نظر آن روحانی یا مرجع تقلید مبلغی را به عنوان رد مظالم به وی می پردازند. زنجانی این را یکی از منابع اصلی درآمد روحانیان می داند و آن را به پول گرفتن کشیشان و آمرزیدن گناه عموم مسیحیان مانند می کند. وی نه تنها رد مظالم را امری از نظر شرعی نامشروع می داند،
که اختصاص دریافت آن به روحانیت را نامشروع‌تر می‌انگارد و حتی فراتر از آن رد مظالم را پرده‌ای برای پوشاندن ظلم‌های مالی به مردم و گسترش فساد در جامعه قلمداد می‌کند. تصرف در اوقاف. از نظر زنجانی روحانیت به عوام مردم وانموده که تولیت اوقاف شغل انحصاری آنان است و به طور ارثی در فرزندان آنها ادامه خواهد داشت، بدون آنکه تضمینی برای صلاحیت و عدالت آنان باشد. امامت مسجد. مسجد در اصل محلی برای عبادت است. این مکان به تدریج به مرکز اقتدار روحانی در محله، روستا یا شهر خود بدل شده است. با تبدیل مسجد به مرکز قدرت، رقابت برای به دست گرفتن مسجدها میان روحانیان شدت می‌گیرد. نوع و موقعیت جغرافیایی هر مسجد معرف میزان اعتبار آن روحانی است که در آن امامت جماعت می‌کند. مسجد مکان شکلگیری هواداران و مریدان روحانی امام جماعت است که یک مرید خر بهتر از یک ده ششدانگ است. مسجد جای گردآوری وجوه مالی شرعی و بدین رو کانون اقتدار اجتماعی و اقتصادی روحانیت است. زنجانی امامت جماعت را منصبی می‌داند که روحانیت برای خود اختراع کرده تا به پول دست یابد. در اسلام هر مؤمن عادل می‌تواند امام جماعت شود، اما هرگز عوام باور نمی‌کنند که می‌شود به غیر کسانی که لباس روحانی پوشیده اقتدا کرد و بلکه کم کم ترقی کرده باور می‌کنند غیر کسی که چند صباحی در عتبات مانده و خرما جویده و ریشش قد کشیده نمی‌تواند امامت کند. پایان نقل قول. منبر و خطابه. زنجانی منبر را یکی از ابزارهای اصلی روحانیت برای جلب عوام به عقاید خرافی و در نتیجه واداشتن آنها به پرداخت پول به روحانیان به دلایل گوناگون می‌داند. از نظر او اهل منبر از روحانیان بسیار کم سواد هستند که در حقیقت به کلی زمام فکر مردم را به دست گرفتند، چون خودشان بسیار کوچک و پست و آمالشان بسیار حقیر و ادراکشان بسیار کم است و از انسانیت و عالم هستی و از زندگانی جز این که مردم را فریب داده وضع زندگانی خود را رنگین سازند و افکار عوام را متوجه نزدیکترین و کوچکترین امور حسیه کرده در تحت اداره و اراده خود نگاه دارند، مقصدی ندارند. پایان نقل قول. زیارت و زیارتگاه ها. شیخ ابراهیم زنجانی به رابطه زیارت با نهاد روحانیت و نقش اقتصادی و معنوی آن در بسط اقتدار روحانیان پی برده در این باره به تفصیل سخن میگوید. وی نخست از تصور عامه درباره مقدس بودن عتبات عالیات و پاک نهاد انگاشتن همه ساکنان آن میگوید و از رنج و دشواری سفر و هزینه‌های آنکه همه به جیب اعراب که ایرانیان را استهزا کرده خوار می‌شمارند و با انواع بدیها می‌آزارند می‌رود، به این گمان که با این سفر گناهان بخشیده می‌شوند و فرشتگان بالهای خود را زیر پای زائران می‌گسترند. آنها یاد می‌گیرند که هیچ عملی در جهان به گریه و زیارت قبور ائمه نمی‌رسد و این رسم گریه که روحانیان در برانگیختن آن چیره دستند فعلاً اعلاترین هنر انسان است در ایران. نویسنده تصویری تکان دهنده از کاروان‌های زیارتی به دست می‌دهد: فقر، نبود بهداشت، دزدی زائران از یکدیگر و فحشای زنان. اغلب زنانی که فاحشه هستند یا از کار افتاده‌اند و نامرغوب خاطر عشاق شده‌اند، با کمال اطمینان از آمرزیده شدن گناهان خود از همان پولها که به آن راه جمع کرده اند برداشته، راه عتبات را گرفته خود را برای پاکی آخر عمر به آنجاها می‌رسانند. لکن بدبختانه بسیاری در آنجا هم هر قدر ممکن است از کار خود نمانده یا فاحشه‌اند یا واسطه فحشا و مدیره چندین از جنس خودشان. پایان نقل قول. همچنین وی شرحی می‌دهد از چگونگی ارتباط برقرار کردن ساکنان عتبات عالیات با زنان ایرانی زائر و بردن آنها به بزم شبانه عرب‌های عشوه‌باز. از سوی دیگر طی راه و در میان کاروان‌های زیارت زنان
که در به در افتاده اند در دست چارپاداران و گردن کلفتان شهوت پرست در راه‌ها و منازل چه بدنامی‌ها به سرشان می‌آید. خاتون‌ها در عتبات و شهرها به دست گردن کلفتان خدام و غیر ایشان چگونه ناموس خود را برباد می‌دهند و بعضی مانده ناموس فروشی می‌کنند. پایان نقل قول. او حرم امام رضا در مشهد را نیز مانند حرم‌های عتبات مجمع زنان بدکار و مردمان فجار می‌خواند. عقاید عوام را به معجزه‌های برخاسته از این حرم‌ها جا به جا نقادی می‌کند و به سخره می‌گیرد. زنجانی رسم قبربازی و قبرپرستی ایرانیان را به شدت نقد می‌کند. او از امامزاده‌ها با تعبیر اعراب موهوم یاد می‌کند. گویا ایرانی خلق شده، خانه خود را ویران کرده و برای اعراب، آن هم نه حقیقی بلکه یک عرب موهوم، قبر آباد نماید. پایان نقل قول. دریغ می‌خورد از این همه طلا و جواهرات نفیس که باید در موزه ها و کاخ ها باشد، اما زیور دیوار و در مقبره هاست. واقعاً باید ما اقرار کنیم ملت ایران مرده است و ما با این حال می‌خواهیم ایرانی چگونه ترقی کند. پایان نقل قول. نکاح و طلاق. در اسلام ازدواج و طلاق با خواندن یک عبارت صیغه عربی و بنابر پاره‌ای نظریه‌های فقهی حتی فارسی از سوی مرد و زن انجام می‌گیرد. در ازدواج وجود شاهد مستحب است و در طلاق واجب. مرد و زن می‌توانند برای خواندن این عبارت جاری کردن صیغه وکیل بگیرند. اما در عمل و سنت متشرعان و مؤمنان امر نکاح و طلاق که بسیار ساده و شخصی و مانند معامله کردن است، به یکی از حرفه‌های اصلی روحانیان و راهی برای کسب درآمد بدل شده است. از نظر زنجانی روحانیان برای این امر آدابی اختراع کرده‌اند. مکرر در مکرر با عبارات عربی مقدم و مؤخر و چه. بدبختانه کاش همین بود. وسیله‌ای برای اشرار ملتبسین روحانیان شده. 3 نکاح‌های محرمانه و طلاق‌های جعلی و دروغ و عقدنامه‌های جعلی به دست مردم دادن سبب چه فسادها و منازعات و دعاوی و هتک ناموس‌ها و خونریزی‌ها می‌شود. پایان نقل قول. خرید و فروش عبادت. بنابر فقه اسلامی اگر مکلفی نماز و روزه و حج را در وقت معین خود به جا نیاورد، وظیفه دارد قضای آن را بپردازد. اگر این مکلف بمیرد و نماز و روزه و حج بر ذمه خود داشته باشد، آیا ورثه موظفند آن را به جا آورند یا نه؟ بر اساس بسیاری از نظریه‌های فقهی، ورثه باید خود قضای آن عبادت‌ها را بگزارند یا از مال میت کسی را اجیر کنند که این اعمال را به جا آورد. به این ترتیب تجارتی برای خرید و فروش عبادت‌ها پدید آمده که اکنون هم میان مؤمنان رواج دارد. کسانی که شخص خاصی را نمی‌شناسند که در برابر پول نماز بخواند و روزه بگیرد و حج برود، مبلغی را بر اساس تعرفه‌های مشخص نماز و روزه و حج به مراجع تقلید و روحانیان می‌دهند تا برای آنان شخصی را اجیر کنند به نام اینکه او بهتر می‌شناسد نمازخوان درست امین کیست. 3 اغلب اجیران پول را گرفته عمل نمی‌کنند، اگر کردند تماشا دارند. چه نمازی! مانند برق در 1 ساعت عمل چندین روز را برای مرده کرده او را به جهنم می‌رهانند. والله اینها مبالغه نیست. یک حجت الاسلام بلکه آیت الله مشهور مقلد اغلب ایرانیان که در نجف بود و پس از وفاتش از وجوهات و رد مظالم و مال امام و غیرها چندین میلیون لیره به دست ورثه آمد و املاک خریدند و عیاشی ها کردند. فقط در دفتر او قریب به 50,000 تومان وجه نماز و روزه خریدن ثبت شده بود که از ایرانیان بدبخت برای خرید نماز و روزه مردگان خود به او داده بودند و او نخریده مرد. پایان نقل قول. برای فهمیدن ارزش تومان در این دوره که عهد ناصرالدین شاه است، میتوان از همین نوشته زنجانی دریافت که متوسط هزینه سالانه یک خانواده در ایران به طور متوسط
حدود 30-40 تومان بوده است. دعافروشی برای برآورده کردن نیاز. از نگاه زنجانی، دیگر از اختصاصیات شغل‌های نامشروع روحانیت، معالجه مریضان، بلکه قضای حوائج مردمان ضعیف النفس و نسوان به خواندن و پف کردن دعاها و افسونها یا نوشتن و آویختن به جاهای زیاد و طلسم‌ها و جنگیری‌ها و عنوان تسخیر است و به تدریج پول گرفتن برای استخاره برای اختیار کار و هدیه‌ها از هر چیز نوبر و بهتر از میوه‌ها و شیر و غله و هر چیز به نام اینکه اول و ابتدا آقا بخورد و ببرد برکت و کثرت و منفعت پیدا می شود. پایان نقل قول. نجف، کانون فساد مالی. شیخ ابراهیم زنجانی پس از 20 سال اقامت در نجف به زنجان باز می گردد. زیرا ماندن در نجف را با خطر گرفتار آمدن در فساد اخلاقی همراه می بیند. نعمتها و وسایل خوشگذرانی و مستی و غفلت و شهوت که در آنجاها تهیه می شود، بیچاره مردمان ایران و قفقاز و هندوستان که بار خزائن را به دوش کشیده به آنجاها حمل می کنند، امثال آنها را در خواب ندیدند. پایان نقل قول. در سراسر کتاب تصویرهایی دقیق و جزئی از گستره دنیا پرستی علما به ویژه مراجع تقلید نجف داده می شود. وی طی سفر به مشهد از دکانی که هر آخوند در هر شهر برپا کرده می نویسد و به تندی زبان ملامت می گشاید. آخوندهایی که بوی ریاست به دماغ ایشان خورده، دشمن یکدیگر، از خونی بدتر و از هم دور زندگی می کنند. آخوندهایی از نجف برگشته و عمام درشت ساخته و بسیار بسیار بیفهم و سواد خود را به میان انداخته و مدعی ریاست هستند، در هر ولایت بیشمارند. پایان نقل قول. روحانیت و لومپنیسم. زنجانی با توضیحی جامعه شناختی از چالش قدرت میان طبقه های مختلف جامعه، منافع روحانیت را در پیوند با منافع اشرار توصیف می کند. از نظر او راه دستیابی به مرجعیت چندی در نجف ماندن و ریشی بلند کردن و جامعه عربی پوشیدن و مخارج عین صاد و زاد را درست عربی ساختن، بعد بی‌حیایی و دستبندی و اطرافیان جمع کردن است. پایان نقل قول. تنها بازگویی داستان ملا قربان علی در این کتاب که گویا عالم بزرگ منطقه زنجان بوده و شبکه گسترده او برای اخاذی از مردم به همراه اشرار به روشنی پرده از این ارتباط برمی دارد. خلاصه طلبه و چماقبازی از حد گذشته. از نظر زنجانی روحانیان مانعی عمده در شکلگیری اقتدار دولت در ایران هستند. ملا هر مقصر را پناه می دهد و جا می دهد. حتی دزد و آدمکش و مال مردم خور و مفلس دروغی و جانی را حمایت می کند. به دست حکام و مأمورین نمی دهد. از خود و اتباع و اولاد و حتی زنها استفاده می کند. پایان نقل قول. چنین است که عنوان اجتهاد و ریاست و قضاوت محل غبطه ملا هاست که هزار وسیله برای تحصیل آن می چینند. زیرا مردم روحانیان را تنها پناه خود در برابر دولت می یابند. حقیقت واقع این است که در ایران در مقابل دولتیان و حکام و مأمورین جز روحانیان کسان دیگر نفوذ و اقتداری ندارند و قدرت ایشان نیز تحریک و به جنبش درآوردن مردم است برای هر مقصودی که دارند به اسم دین و شریعت. مردم هم ملجأ و پناهی جز آستانی ایشان ندارند. پایان نقل قول. در این زمینه وی به تشریح شیوه های گوناگون روحانیان برای اعمال نفوذ در میان حاکمان و نیز دربار سلطنت نیز می‌پردازد. نقد علوم حوزوی و آشنایی با تجدد. چند عامل دروازه‌های ذهن چالاک شیخ ابراهیم زنجانی را به سوی نگاه انتقادی به علوم سنتی حوزه‌ها و پذیرش آموزه‌های تجدد گشود. او از محیط پرفساد طلبگی زده شده بود و روحانیان را غرق در لذت پرستی دنیوی و ریاکاری در برابر دیگران می‌دید. افزون بر این
از وضعیت اسفناک اقتصادی ایران، عقب ماندگی فرهنگی مردم و استبداد سیاسی رنج می برد. من در سال 1313 قمری داخل 41 عمر شده‌ام. 3 در این دوره 8 ساله یک وضع دیگری در ادراک و احساسات و عالم زندگانی من پیدا شده. آن غفلت و حبس فکر و تقلید مطلق و خوف تفکر در فهم حقیقت و عالم را عبارت دانستن از فضای خیلی خیلی کوچک عالم آخوندی و عبارت دانستن علوم از ابواب و فصول و سطور معدودی که آخوندها علوم را به آن منحصر دانسته یا کرده اند و قدم فراز گذاشتن را کفر و زلال و شیطنت نامیده و علوم را در میان دفتین تعلیمات خود مقید نموده و سراپای آن را مهر زده و در میان 4 دیوار افکار محدود حبس کرده اند و من هم در همان عالم محبوس مانده و دیگران را هم محبوس می‌خواستم و گمان نمی‌کردم در جهان بالاتر از نوشته‌های اصول و فقه من که صدها دفاتر از تقریرات در فرضیات در عتبات نوشته‌ام و ملخص آن همان رساله هاست، علمی و فضایی باشد. پایان نقل قول. او مباحثه های علما را در برابر چشمان مردم به قصد نشان دادن خود و اثبات برتری می داند و حاصل دینی و علمی برای آنها نمی شناسد. بدبختی ما از بی علمی است. ملاهای ما دشمن علم هستند و علم را منحصر کردند تنها به 2 کلمه مسائل دینی که نمیخواهند آن را هم به آسانی به عموم مردم یاد بدهند. و الا اگر ملخص احکام فقه را به زبان فارسی ساده آسان آنقدر که برای مسلمانان لازم است یک کتاب بکنند، کودک پس از تحصیل سواد خواندن در 1 سال به تمام احکام لازمه آگاه می شود. آن وقت برای آقایان این اهمیت که در انداختن محصلین به عربی و اصول و مسائل غیر لازمه فقه دارند باقی نمی ماند. ایشان مردم را عوام و محتاج مراجعه به خودشان می خواهند که استفاده کنند. پایان نقل قول. نویسنده کتاب نظام روحانیت و همچنین پوشیدن لباس روحانی را نکوهش می کند. او باور دارد که روحانیت در واقع فاقد نظم و ساختار اداری می باشد. هر کس که ملتبس به این جامه گردیده خود را روحانی نامیده، بی آنکه مرکزی باشد که در آنجا لیاقت علمی و عملی و اهلیت قضا و افتاء معلوم و معین شود. لیاقت را فقط به شرط داشتن این جامه و گردآوردن چند نفر چماقزن کلفت گردن بیکار بیشرم قرار داده، در یک شهر و ولایت در هر گوشه 1000 مسند قضاوت و مرجعیت اسناد و معاملات راه انداخته و هر نالایق را دخیل کار مردم ساخته. پایان نقل قول. او شرحی شگفت‌آور از چگونگی ورود به حوزه‌ها و ثبت نام در دفترهای مراجع تقلید و خلاصه دستیابی به عنوانهای ثقة الاسلام، حجة الاسلام و آیت الله می‌دهد و نیز چگونگی پیوستن به جرگه این یا آن مرجع تقلید و برای او تبلیغ کردن و مرید جمع کردن. اسم طلبه و محصل هم مستلزم دستبندی و قلچماقی شده. پایان نقل قول. مدارس خالی و خراب و اگر چند نفر به اسم طلبه هستند ابداً در خیال تحصیل نبوده و نیستند، بلکه چند ماه آنجا مانده فقط عنوان طلبگی و روحانیت را حفظ کرده باقی سال دنبال اخذ مال می روند. 3 کسی در قصد تحصیل طلاب نیست. همان رؤسا که اغلب بی سوادند و خود مدرسه ساختند قابلیت تدریس ندارند و از طلاب تحصیل نمیخواهند، بلکه میخواهند به نام شاگرد قلچماق و مروج او بوده، اندک چیزی از او دریافت کرده، سبب قوت و اقتدار و ریاست او شوند. و 3 تنها لباس است که اکتفا می کند. پایان نقل قول.
شیخ ابراهیم زنجانی که خود در مقام مجتهد از نجف برگشته، خارج فقه و اصول تدریس می کند. در خود خیلی رغبت به علوم غربیه می بیند. با میرزا علی اصغرخان و حاجی مشیرالممالک وزیر رفت و آمد می کند و آنها برای او از علوم و ترقیات خارجه می گویند. یک روزنامه که از مصر می آمد و اول ثریا بود و بعد پرورش، هفتگی محرمانه به من می داد و در خلوت می خواندم. حب المتین کلکته هم برای او و برای میرزا هاشم خان می آمد و محرمانه به من می دادند و می خواندم. در نهایت پرهیز می کردم از اینکه طلاب و ملاها بدانند من روزنامه می خوانم. زیرا تکفیر در نزد این بیچارگان نادان مثل آب خوردن است. معلوم است اطلاع و آگاهی از دنیا خصوصاً از وضع فرنگستان کفر است. زیرا هم شاه و اعیان و هم آخوندها و آدم فریبان نمیخواهند مردم چیزی بدانند. پایان نقل قول. مشیرالممالک سیاحتنامه ابراهیم بیگ را به او میدهد و میگوید احدی مطلع نشود. این را یک نفر از حجاج در میان اشیاء سفر در وسط لحاف از مصر آورده و محرمانه به من هدیه کرده. این کتاب قاچاق و ممنوع است. پایان نقل قول. در همین حال و هواست که روزی میرزا هاشم به دیدار او می آید و می گوید آخر شماها چرا باید تنها آخوند باشید؟ مگر دیانت از آگاهی و بصیرت مانع است؟ خوب است لامحاله رمان بخوانید. پرسیدم رمان چیست؟ گفت کتاب حکایت رو گویند که در فرنگستان رسم است. خیلی می نویسند و می خوانند. مانند حکایات قدیم ما از نوشافرین و شیرویه و الف و لیله. گفتم من که زبان فرنگی نمیدانم. گفت چند کتاب ترجمه شده. آشکار هم هست. من میدهم بخوانید. پس کتاب سه تفنگدار را محرمانه خواندم و وضع غریبی در ادای مطلب و طرز نوشتن دیدم. بعد کتاب کنت مونت کریستو را دادند خواندم و رمان‌های کوچک دیگر را. پایان نقل قول. زنجانی از تأثیر کتاب‌ها بر اندیشه‌اش می‌نویسد بعضی رمان‌ها بسیار به بیداری من و جلب به علوم و ترقی تأثیر کرد. و در جای دیگر می‌افزاید یک کتاب حاجی بابا هم محرمانه دادند خواندم. از رمان‌های جدید از تهران خواستم. به تدریج برای بیدار کردن مردم بر ضد استبداد و ستم و برای تنبیه بر ضد خرافات و آدم فریبی عالم نمایان و محو اسلام که کرده اند و بدعتها در دین گذاشته اند اقدام می کنم. پایان نقل قول. خواندن این آثار وی را به نوشتن رمانی با عنوان رویای صادقه درباره سرگذشت یک زن خیرخواه برمی‌انگیزد. شیخ ابراهیم زنجانی با علوم غربی به اندازه‌ای که ترجمه‌های فارسی و عربی در دسترسش مجال می‌داده آشنا می‌شود و در پی آن رساله‌هایی در فیزیک، شیمی و علم هیئت ترجمه و تألیف می‌کند و نه تنها بر سر منبر از دانش‌های جدید غربی و از تجدد سخن می‌گوید، بلکه با همکاری حاجی میرزا ابوالمعالی نخستین مدرسه جدید را در زنجان تأسیس می‌کند. آخوندهای خر مرا فرنگی معاب نامیده و نزدیک شده تکفیر کنند. پایان نقل قول. وی بر سر منبر نیز از دانش‌های جدید غربی و از تجدد سخن می‌گوید و با خرافه ها مبارزه می‌کند. به این ترتیب شیخ ابراهیم با آنکه ایمان دینی ژرف و به اصول مسلم اسلام باوری سخت دارد، به آموزه‌های تجدد دل می‌بندد و همراه جنبش مشروطیت می‌شود. سرانجام سکولاریسم را می‌توان باور به جدایی نهاد دین از نهاد دولت و نفی هر گونه امتیاز دینی در دستیابی به مناصب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دانست. با این نگرش زندگی نامه خودنوشت شیخ ابراهیم زنجانی یکی از مهمترین رساله ها درباره سکولاریسم به شمار خواهد آمد که در دوران مشروطیت بهار آشنایی ایرانیان با تجدد نوشته شده است. نویسنده این کتاب از پایگاه اعتقاد دینی و اجتهاد سنتی
دولت دینی و قدرت روحانیان را نامشروع می‌داند و رابطه آن را با استبداد سیاسی در تاریخ ایران می‌کاود. نقد او از این مقوله ها و نیز از نظام روحانیت یکسره درونی است، یعنی نه بر مبنای دستگاه مفهومی تجدد که بر پایه مبانی سنت است. امری که در تاریخ معاصر ایران شاید نمونه های نادری برای آن بتوان یافت. با این همه این نقد بدون تلاش نویسنده آن برای فاصله گرفتن از منظومه فکری و نظام روحانیت و نیز کوشش برای فهم تجدد هرگز نمیتوانست صورت بندد. راز اندک ماندن این سنخ نقادی ها را شاید باید در سرنوشت خود ایده های مشروطیت و آرمان های آن جستجو کرد. اگر اندکی گزافه‌گویی را روا بداریم، شاید این کتاب را بتوان در اهمیت و نه در نظم و انسجام و صورتبندی دقیق مسائل همتراز کتاب علی عبدالرزاق اسلام و مبانی حکومت در جهان عرب دانست که اگر در روزگار خود ارج نهاده و مقام آن شناخته میشد، همانند آن سرچشمه الهام بخش اندیشه‌وران بعدی میشد. این سنخ سکولاریسم، یعنی تأسیس مبانی جدایی دین از قدرت دنیوی بر پایه اصول سنت دینی، چیزی است که نه حوزه‌های علمیه در پی آن رفتند و نه روشنفکران درباره آن تصوری بی ابهام داشتند. انتشار این کتاب پس از حدود 80 سال بیگمان یک رویداد است و یک نشانه‌ای بر میزان اعتنای جامعه ایرانی به سندهای ملی و نیز عیاری برای آزمودن تحمل و دلیری عالمان دینی برای شنیدن این نقدها و در نتیجه خودپالایی و پویایی. افسوس که کتاب پس از انتشار باز هم ممنوع شده است. شاید اگر مجال انتشار دوباره آن گشوده شود، تصحیحی انتقادی از کتاب ضرورتی ناگزیر باشد. شما می توانید پینویس‌های مربوط به این نوشتار را از پایان صفحه 495 پیگیری کنید الی 499. کسروی حلاج تاریخ. نشر نخست وبسایت BBC فارسی به مناسبت 66مین سال قتل کسروی، اسفند 1390 دسامبر 2011. احمد کسروی کشته روحانیت است. فقیهان نامداری در نجف و مشهد و قم آرزو و طرح قتل او را در ذهن پروردند. سرانجام سید مجتبی میرلوحی، معروف به نواب صفوی، جوان آتشین مزاج عوامی را برانگیختند تا او را بکشد. قتل کسروی قتل جریان نقد تاریخی مذهب و روحانیت در آن دوره است. رسول جعفریان، مورخ رسمی جمهوری اسلامی، نوشته است: قتل کسروی آب پاکی بود روی دست این قبیل افراد ریخته شد و تقریباً بیشتر آنان از ترس گرفتار شدن در پنجه قهر فداییان اسلام از نگارش این قبیل مقالات خودداری کردند. پایان نقل قول. روحانیان از کمتر کسی چون کسروی این اندازه کینه به دل گرفتند. نام کسروی هنوز هم نماد دشمنی سرسخت با روحانیت است. این همه کینه و کدورت از چه بود؟ جنبش اصلاح مذهبی در عصر پهلوی. کسروی در عصری پرتنش میزیست. دوران رضاشاه که بیشتر فعالیت‌های قلمی پرجنجال کسروی در آن گذشت، برای روحانیان گوارا نبود. بسیاری مدرسه‌های علمیه و اوقاف به تصرف دولت درآمده بود. روحانیان مجبور شده بودند که نظم تحمیلی دولت را بپذیرند، یعنی لباس سنتی خود را کنار بگذارند و به نظام اجباری وظیفه بروند. دادگستری از روحانیت گرفته شده بود. دانشگاه تأسیس شد و به طور جدی انحصار آموزش را از چنگ روحانیت درآورد. قوانینی مانند کشف حجاب زنان به تصویب رسید. فضای روشنفکری بیشتر ایدئولوژی ناسیونالیسم و ایران باستانگرایی را پرورش میداد. دیانت و خرافات یکجا آماج انتقادهای رسمی بود. با رفتن رضاشاه از ایران در سال 1320 روحانیان مجال را برای فعالیت تازه و گسترده باز دیدند. روشنفکران بسیاری سخت از بازگشت روحانیت به عرصه عمومی اندیشناک گشتند.
آنچه رضاشاه به کمک روشنفکران و نهادهای تازه بنیاد مانند دانشگاه و دادگستری در اصلاح مذهبی به دست آورده بود، با رفتن او و ضعف جانشینش و نیز آغاز دوره‌ای از هرج و مرج آماج تاراج بود. عصر رضاشاه زدایی آغاز شد. فهم انقلاب ایران بیگمان بدون مطالعه تاریخی این عصر ممکن نیست. کتاب مناقشه برانگیز کسروی، شیعیگری، در بهمن 1322 به چاپ رسید، یعنی 2 سال پیش از جان باختنش در صحن دادگاه. در مهر ماه همان سال کتاب اسرار 1000 ساله علی اکبر حکمیزاده در پیوست روزنامه پرچم نشر یافت. این 2 کتاب در حافظه روحانیان سخت زنده و گزنده باقی مانده است. روح الله خمینی بنیادگذار جمهوری اسلامی کتاب دشنام آکند کشف الاسرار را در نقد اسرار 1000 ساله نوشت و در آن بارها به کسروی و آرای او نیز تاخت. روحانیان کسروی و روشنفکران همدل او و نیز پیروان آنها را لشکریان بازمانده فرهنگ عصر رضاشاه می‌دانستند. همچنین نقد آنان از مذهب و روحانیت را اثرپذیرفته از اندیشه وهابی و بهایی می‌پنداشتند. وهابیت و بهاییت هر دو در آغاز جنبشی برای اصلاح دین بودند. یکی در جزیره العرب سنی پرورش و از آنجا گسترش یافت و دیگری نیز در ایران شیعی زاده و سپس به اقصای عالم گسترده شد. روشنفکران و روحانیان شهری از آغاز جنبش مشروطه به این سو به مطالعه آثار نوگرایانه عربی اشتیاق داشتند و کتاب‌ها و مجله‌های چاپ مصر و شام را به دست می‌آوردند و می‌خواندند. اندیشه وهابی از این راه وارد ایران شد. روحانیان برای از میدان به در کردن منتقدان سرسخت خود آنها را به بهاییت و وهابیت، بدعت و فرنگی معابی متهم می‌کردند. محمد حسین شریعت سنگلجی، حکمیزاده و کسروی و مانند آنها نیز از این برچسب‌ها در امان نماندند. روحانیان در این دوره خود را در محاصره منتقدان می‌دیدند. مارکسیست‌ها، بهایی‌ها، روشنفکران علمگرا، دولتیان فقه ستیز و دیگران. اما حساب کسروی و همپیمانان او جدا بود. اینان از دل حوزه‌های علمیه برآمده بودند و بر تاریخ و سنت شیعی چیرگی داشتند. خطری که اینان برای اقتدار روحانیان می‌آفریدند بسی بیشتر بود، زیرا امکان اثرگذاریشان بر طیف مذهبی و نسل جوان شیعیان معتقد اما حقیقت طلب بدیل نداشت. تاریخ در 2 روایت. روحانیان انگیزه‌های چندی برای بیزاری و برآشوبی از کسروی داشتند. از آن میان یکی رویکرد تاریخی کسروی به تشیع بود. این رویکرد پس از او تداوم چندانی نیافت. شاید واپسین نمونه شهید جاوید نوشته نعمت الله صالحی نجف آبادی باشد که می‌کوشید با روش سنتی نقد متون روایت اساطیری و آیینی از عاشورا را پس بزند و روایتی تاریخی به جای آن بنشاند. از قضا همین کتاب نیز شعله‌های خشم روحانیان را به آسمان برکشید. در سالهای اخیر کتاب مکتب در فرایند تکامل، ترجمه فارسی کتابی از حسین مدرسی طباطبایی، اعتراضهای چندی را در قم برانگیخت. جالب آن است که در ایران نقد تاریخی متون و رویکرد تاریخی به سنت بیشتر به دست دانش آموختگان حوزه‌های علمی انجام شده تا دانشگاهیانی که روشنفکران دینی خوانده می‌شوند. روشنفکران دینی معمولاً با تاریخ و نگاه تاریخی انسی نداشته یا آگاهانه از آن پرهیختند. اما چرا روحانیت این اندازه با نگرش تاریخی به سنت، قرآن و حدیث و روایت‌های تاریخی سنتساز بیگانه و از آن هراسناک است؟ احمد کسروی تاریخ نگار بود. او در زمینه تاریخ نگاری آموزش دانشگاهی نداشت، ولی جدا از شیفتگی به این رشته، نگاه انتقادی و فاصله گذار را که لازمه نگرش و نگارش تاریخی است به دست آورده بود. او هم تاریخ سیاسی نوشت، هم تاریخ جغرافیایی.
هم کوشید هویت فرهنگی ایران شیعی را از چشمانداز تاریخی بسنجد. در سده‌های بالنده تمدن ایرانی اسلامی، دانشمندان آثار تاریخی فراوانی به سبک سنتی پدید آوردند. اما در سده‌های اخیر تاریخ در حوزه‌های علمیه هیچ جایگاهی نداشت. نه تنها مطالعه در تاریخ جهان که حتی تاریخ اسلام و حتی بالاتر تاریخ علوم اسلامی از جمله فقه و تفسیر ضرورت شناخته نمی‌شد. نگاه روحانیان به خود، به نهاد خود، به دانش‌های سنتی کلام و فقه همه ناتاریخی بود و همچنان هست. زمان آیینی اساطیری و زمان تاریخی. زمان و در نتیجه گذشته در اندیشه پیشا مدرن مفهومی متفاوت با این مقوله ها در اندیشه مدرن دارد. در اندیشه سنتی ارجاع به گذشته سرشتی اساطیری دارد. در گذشته رخدادی بنیادگذار اتفاق افتاده و همه چیز در بازگرداندن به آن عصر طلایی بررسیده و ارز یافته است. میان آن آغاز اساطیری و امروز خطی صاف بی گره و گرفت کشیده شده است. به اصطلاح لوی استراوس، ویژگی اندیشه سنتی ناتاریخمندی آن است. این اندیشه می‌خواهد جهان را همهنگام چونان کلیتی همزمان و در زمانی دریابد. اینجاست که نقش آیین‌ها و مناسک برجسته می‌شود. شعائر و آیین‌ها رابطه خاصی را میان گذاشته و اکنون برقرار می‌کنند. تاریخ‌های اسطوره‌ای در بردارنده ناسازه‌ای هستند. همزمان به اکنون پیوسته و از آن گسسته‌اند. 3 آیین‌ها هم گذشته اسطوره را جدا از امروز و در بعد زمان زیستیش فرا می‌نمایند، هم آن را گذشته‌ای مربوط به اکنون وامی نمایند که نسل در نسل مردگان و زندگان را به هم می‌پیوندد. پایان نقل قول. تاریخ نگاری در فرهنگ شیعی کلامی، theologic و در نتیجه اسطوره‌ای است. ولی تاریخ نگاری جدید استوار بر آن چیزی است که فرانسوا شاتله در کتاب زایش تاریخ، شکلگیری اندیشه تاریخی در یونان آن را روح تاریخی می‌خواند. در تاریخ نگاری کلامی مقولات بنیادین مانند زمان، تاریخ، اراده بشری، زبان و روایت همه بر شالوده‌های کلامی اسطوره‌ای می‌ایستند. روایت کلامی از تاریخ پیش‌فرض‌های فرقه‌ای مذهبی را اساس کار خود می‌گیرد و پشتوانه‌ای برای نظام فقهی آیینی آن فرقه فراهم می‌آورد. داستان کشته شدن حسین ابن علی در کربلا و نیز وجود امام 12 شیعیان نمونه‌های روشن برای شناخت تاریخ نگاری کلامی در فرهنگ شیعی است. مورخ شیعی نمی‌تواند روایتی تاریخی از ماجرای عاشورا به دست دهد که سنت آیینی عاشورا را برهم زند یا دیگر بنپاره‌های کلام شیعه را به پرسش گیرد، یا بحث درباره وجود فرزند حسن عسکری امام 11 شیعیان نمی‌تواند از منظر شیعه 12 امامی روایتی دیگر جز آن که در سنت بوده است بیابد. این روایت تاریخی با آیین‌های مربوط به آن پیوند دارد. این آیین‌ها هستند که می‌توانند تصویر گذشته‌ای دور را آنقدر نزدیک بنمایاند که از هر اکنونی اکنونتر به نظر آید. تاریخمند دیدن چیزها. تاریخ نگاری استوار بر روح تاریخی یا بینش تاریخی سرشت گذشته را از اکنون متفاوت نمی‌داند. گذشته در شیوه بودن و درون مایه‌اش فرقی با اکنون ندارد. درست است که گذشته زمانی سپری شده و توماری فرو بسته است، اما آنچه در آن زمان رخ داده و آنچه اکنون زیر چشم ما رخ می‌دهد هر دو از یک واقعیت برخوردارند. نمی‌توان گذشته ای را فرض کرد که سرشار از عجایب و غرایب و معجزات و کراماتی است که در زمان ما دیدنی و حس کردنی نیست. اگر کره ماه امروزه با نگاه کسی 2 نیم نمی شود،
نمیتوان تصور کرد که روزگاری با نگاه مردی دوپاره می شده است. گذشته واقعیت است، نه تخیل یا فراواقعیت. در عین حال به معنای دیگر گذشته در تقابل با اکنون می ایستد. سپری شدگی رخدادی در گذشته آن را از رخدادی مشابه در اکنون یا آینده به شکلی بنیادی متمایز می کند. از این روست که در بینش تاریخی خطاست گفتن اینکه تاریخ تکرار می شود، زیر آسمان هیچ چیز تازه ای نیست یا باید از گذشته عبرت آموخت. این انگاره ها تنها در ذهنیت غیر تاریخی می تواند مبنا و معنا داشته باشد. سرانجام بینش تاریخی اقتضا می کند تنها با کمک ابزارهای شناخته شده در علوم جدید به سراغ تاریخ برویم. از باستان شناسی و مردم شناسی گرفته تا زبان شناسی و هرمنوتیک مدرن. گفتمانی که در جهان جدید درباره گذشته میگوید باید بتواند بر پایه اسناد و شواهد نوع روایت تاریخی خود را توضیح دهد. افزون بر آن باید بگوید چرا در روایت خاص برخی رویدادها برجسته و شماری دیگر فرو نهاده می شوند و چرا زنجیره رویدادها به این شکل روایت می شود. گسستگی و پیوستگی رویدادها در گذشته نباید بنابر عقیده مذهبی یا مشیت الهی بلکه بر پایه استدلال‌هایی تبیین شود که داوری درباره راستی و ناراستی های آنها برای همگان فارغ از عقیده مذهبیشان ممکن باشد. تاریخ بسته، تاریخ باز. تاریخ نگاری بر پایه بینش تاریخی که تبار آن بیشتر به سده 19 باز می گردد، در مقام کنشی فردی با پیدایش سوژه مدرن ممکن شده است. اما تاریخ نگاری کلامی بیشتر بر زمین خاطره جمعی فرقه‌ای یا مذهبی می روید. تاریخ در این زمین خادم الهیات فرقه و فاقد استقلال است. مقام مورخ کلامی یا فرقه‌ای با جایگاه تاریخ نگار جدید از بن فرق دارد. همچنین در تاریخ نگاری کلامی روایت تاریخی از یک رویداد با عواطف جمعی پیروان فرقه یا مذهب پیوند نزدیک دارد. این پیوند از راه شعائر تناور و نیرومند می شود. روایت تاریخی در چنین بستری باید دست کم در دوره‌ای طولانی دست نخورده و ثابت بماند. هر تغییری در آن می تواند به روان رنجوری جمعی بیانجامد یا خشم و خشونت برانگیزد. روایت تاریخی کلامی بسته و پایان پذیرفته است، در حالی که تاریخ نگار جدید محدودیت سند و زبان و نیز مرزهای افق تفسیر متنها و نشانه ها را به رسمیت می شناسد. برای او هر روایت تاریخی موقت و گشوده به روی بازنگری است. دستیابی به سندهای تازه، روشها و چشماندازهای علمی نو و نیز دگرگونی در فهم متن، هر یک میتواند قفل زندان روایت تاریخی را بشکند و آن را در چارچوب باز هم محدود تازه‌ای قرار دهد. تاریخ نگاری به مثابه کنشی سیاسی. تاریخ نگاری کلامی را بدون فهم مسئله اقتدار، اتوریته نمیتوان شناخت. در تاریخ نگاری پیشا مدرن، روایت تاریخی معمولاً بر مدار اقتداری ویژه می گردد. روایت تاریخی به سلطه جنسیت خاص، مرد، قوم خاص، تمدن خاص، فرقه خاص، طبقه خاص یا گروه خاصی مشروعیت می بخشد. روایت تاریخی کلامی از این جنس است. روایتی مشروعیت بخش برای اقتداری خاص است. از درون روایت شیعی جز اقتدار شیعی بیرون نمی آید. روایت شیعی از تاریخ از جمله به اقتدار انحصاری طبقه روحانیت مشروعیت مطلق می بخشد. کسروی در پژوهش و داوری تاریخی خود کاستی‌ها و ناراستی‌های فراوان دارد، اما دارنده بینش تاریخی است و از تاریخ نگاری کلامی فاصله می گیرد. اهمیت کارش بیشتر در روش اوست تا یافته هایش. رویکرد کسروی به تاریخ
اقتدار سنتی برآمده از روایت شیعی تاریخی را در هم می شکند. روایت شیعی از تاریخ مقدس ساز است. متنها، رویدادها، انسانها و گروههای خاصی را تقدس می بخشد. شالوده اخلاقی و استوار بر دوگانه خیر و شر دارد. آیینی و مناسک پرور است. روایت تاریخی کسروی عرفی است و اقتدار عناصر مقدس یاد شده را می‌زداید. کسروی نه تنها با کارکرد و امتیازات ویژه روحانیان مخالف بود که شیوه نگریستن او به گذشته نیز مشروعیت روحانیت را به پرسش می‌گرفت. روحانیان همین کینه را از خاورشناسان و اسلام شناسان دانشگاه‌های غربی هم داشتند و دارند. آنها هم در زبان پرخاشگر و ستیهنده روحانیان استعمارگر و صهیونیست و اسلام ستیز توصیف می شوند. مسئله اما دشمنی با بینش تاریخی است. تاریخمند دیدن متنها و رویدادها به اقتدار سنتی روحانیان پایان می دهد. کسروی را به هیچ روی دین ستیز نمی توان خواند. او تاریخ نگاری سراپا تاریخی نگر و عرفی است. با این نگاه علم حوزوی چیزی جز انگاشت‌های ناتاریخی درباره گذشته به نظر نمی آید. کسروی در شیعیگری درباره روحانیان نوشت: ایشان مردان بیدانشی هستند که از جهان و کارهای آن به اندازه کودک 10 ساله آگاهی نمی دارند و چون مغزهایشان انباشته از فقه و حدیث و از بافندگی دور و دراز و از اصول فلسفه است، جایی برای دانش یا آگاهی باز نمی باشد. در جهان این همه تکانها پیدا شده، دانشها پدید آمده، دیگرگونیها رخ داده. آنان یا ندانستند و یا نفهمیدند و یا فهمیده پروایی ننمودند. در این زمان میزیند و جهان را جز با دیده 1300 سال پیش نمی بینند. پایان نقل قول. کسروی حلاجوار از گفتن آنچه بدان باور داشت پروا نکرد تا آنجا که سر در پای بیباکی باخت. او به مشروطه و قانون عرفی و این جهانی سخت باور داشت و نوشتن تاریخ را به درستی کنشی سیاسی دریافته بود. بدون نوشتن درباره گذشته با نگرش تاریخی به دشواری میتوان جامعه و سیاستی این جهانی داشت، دور از اقتدارهای ناپرسیدنی و مقدسهای پرستیدنی. پینویس‌های مربوط به این نوشتار را میتوانید در پایان صفحه 508 پیگیری کنید. جنبش سبز و سکوت روحانیت. نشر نخست مصاحبه با وبسایت تهران ریویو، بهار 1390 سال 2011 به میلادی. 2 سال از جنبش اجتماعی مردم ایران موسوم به جنبش سبز می‌گذرد و تحلیلگران داخل و خارج از کشور نظرات متفاوتی نسبت به وضعیت سیاسی اجتماعی ایران در طول حیات جنبش اعلام کردند. برخی وضعیت فعلی جنبش را ناتوان، فاقد قدرت برای به ثمر رساندن آن و در یک کلام مرده ارزیابی می کنند و برخی معتقدند که جنبش وارد فاز جدیدی از مبارزات سیاسی خود شده و این مبارزات قطعاً به نتیجه خواهد رسید. به نظر شما جنبش سبز در طول 2 سال گذشته چه دستاوردهایی داشته است و اینکه آینده نزدیک جنبش سبز را چگونه پیش بینی می کنید؟ پایان پرسش. به نظر می رسد حرکت اعتراض به انتخابات پایان گرفته است. یعنی دیگر اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 بی‌وجه شده است. اما این به معنای از میان رفتن نارضایتی ها از حکومت نیست، بلکه به عکس سرکوب مستمر در 2 سال گذشته دامنه ناخرسندی ها را گسترده است. گسست میان حکومت و مردم ژرف‌تر شده و جامعه متاسفانه از خشم و کینه انباشته تر از پیش است. با این همه ناخرسندی از حکومت یا آگاهی از ناکارآمدی آن به تنهایی و خود به خود به جنبش بدل نمی شود. جنبش اساساً امری خودانگیخته و از غیب رسنده نیست،
نیازمند معماری است. نظریه پردازی، تدوین استراتژی، ساختن شبکه، سازمان و نظم و مدیریت. همه اینها هم با زور تبلیغات در اینترنت و برگزاری مراسم پدید نمی آید. کار عملی و سخت می طلبد. من در میان کسانی که خود را نزدیک به آقایان موسوی و کروبی می خوانند نیت نیک می بینم، اما توانایی بسیار نه. اگر کسانی که خود را فعالان سبز می خوانند در آینده بر روش گذشته روند، ما به چیزی شبیه جنبش سیاسی اجتماعی به معنای مصطلح آن نزدیک نخواهیم شد. پدیدایی رهبری شاید آسان نباشد، ولی ساختن شبکه اجتماعی به آن دشواری ها نیست و راههایی دارد. فعالان سبز نباید آن خطای اصلی جمهوری اسلامی را مرتکب شوند. جمهوری اسلامی فکر می کند آرزو کردن چیزی و سپس تبلیغ کردن آن چیز برای متحقق شدنش کافی است. جمهوری اسلامی تن به مدیریت علمی در هیچ امری نمی دهد، نه در سیاست، نه در فرهنگ، نه در اقتصاد. فعالان سبز باید به سمت مدیریت علمی برای تحقق شبکه‌های اجتماعی و سازماندهی منتقدان جمهوری اسلامی در درون کشور پیش بروند. رسانه یکی از پایه‌های لازم نه کافی برای ساختن شبکه اجتماعی است. کارنامه فعالان سبز در این زمینه پربرگ است ولی پربار نیست. برای نمونه به تلویزیون رسا نگاه کنید. سرمایه انسانی و مالی به هدر می رود، چون فاقد مدیریت علمی تلویزیون است. سایت های خبری آنان نیز همین گونه است. در تدوین استراتژی نیز به چیزی بیش از آرزو اندیشی و خیال پردازی حاجت است. این کار نیازمند دانش سیاسی است که متاسفانه اغلب کسانی که سابقه مسئولیت سیاسی در ایران دارند از آن بی بهره اند. مسئله این است که شما حتی اگر خواستهای حداقلی دارید، باید بتوانید استراتژی‌های مناسب و دقیق برای رسیدن به آن طراحی کنید. مثلا باید بتوانید بگویید با انجام دادن چه رشته کارها در چه مدت زمانی میتوان به آرمان انتخابات آزاد و عادلانه در چارچوب جمهوری اسلامی دست یافت. یا حتی اگر میخواهید با حکومت مصالحه کنید، طرح مشخص و عملی پیش بگذارید و نشان دهید چگونه مصالحه‌ای با حکومت میتواند منافع دموکراسی خواهان را در ایران تأمین کند. در مقام ناظری بیرونی تاکنون من یک متن روشن و دقیق از فعالان سبز درباره استراتژی‌هایشان نخوانده‌ام. پیش بینی می‌کنم بحران در درون حاکمیت جمهوری اسلامی در 2 سال آینده افزایش یابد. اما چندان خوشبین نیستم که فعالان سبز بتوانند از این بحران به سود پدید آوردن جنبشی دموکراتیک در ایران بهره بگیرند. نمیتوان تقدیر باورانه منتظر وقوع خود به خودی تغییر شد. تغییر جز با برنامه ریزی و کوشش فراوان به دست نمی آید. پایان پاسخ. در طول 2 سال گذشته فعالان سیاسی بارها بحث‌های پیرامون تدوین سیاست خارجی روشن و متمایز جنبش سبز از جمهوری اسلامی داشتند. یکی از این مباحث موضوع استقلال جنبش سبز بوده که به دفعات محل نزاع و اختلاف تحلیلگران بوده است. نفوذ دولت‌ها در شکلگیری آینده سیاسی ایران یادآور برخی خاطرات تلخ تاریخی در 100 سال گذشته ایران است که باعث شده گروهی از فعالان سیاسی نسبت به نفوذ دولت‌های غربی و به ویژه آمریکا در شکلگیری سیاست‌های جنبش سبز هشدار دهند. مایلیم مشخصاً نظرتان را درباره نوع شکلگیری سیاست خارجی جنبش سبز و حد و مرز رابطه با دولت‌های غربی به ویژه آمریکا بدانیم. به طور کلی فکر می‌کنید سیاست خارجی جنبش سبز چگونه و بر چه اساسی قابل تعریف و تبیین است و بحث استقلال جنبش را چگونه معنا و تفسیر می‌کنید؟ پایان پرسش. خواست استقلال یا به عبارت دیگر برقراری حاکمیت ملی یکسره مشروع است،
اما گزاف نیست اگر بگوییم که درک‌های عوامانه و مبتذل از مقوله استقلال به اندازه استعمار زدگی برای ایران ویرانگر بوده است. مثلا برای مدتی طولانی گمان می‌رفت که استقلال در اقتصاد به معنای خودکفایی کامل در تولید اقتصادی است. اکنون می‌دانیم که این امر نه ممکن است نه مطلوب و پیامدهای ناگوار برای اقتصاد ایران داشته است. ما اگر بخواهیم اقتصادی کارآمد داشته باشیم و عضوی مؤثر از بازار جهانی اقتصاد باشیم، ناگزیریم به سود و هزینه خودکفایی بیندیشیم و تولید هر چیزی که در کشور به صرفه نیست متوقف کنیم. جدا از این، گفتار استقلال و خواست تحقق حاکمیت ملی بخشی ضروری از هویت سیاسی یک کشور یا ملت است. اما باید راه سوء استفاده از آن را بست. برای نمونه، حکومت‌های خودکامه به بهانه استقلال و حاکمیت ملی حقوق بشر را نقض می‌کنند و معتقدند دولت‌های دیگر به این سبب حق انتقاد یا وارد کردن فشار بر آنها را ندارند. منطق حاکمیت ملی با منطق چهاردیواری اختیاری فرق می‌کند. حقوق بشر و حقوق بین الملل محدود کننده حاکمیت ملی و استقلال دولت‌ها هستند. از سوی دیگر، گفتار استقلال نباید ذهنیت دوگانه ساز را نیرو ببخشد. یعنی جهان را تقسیم کند به دوست در برابر دشمن، خودی در برابر بیگانه، ایرانی در برابر خارجی. در این دوگانه سازی طبیعتاً برتری از آن دوست و خودی و ایرانی است. حاصل آن هم بیگانه هراسی و خیال اندیشی درباره جهان بیرون است. همچنین دریافتی مخدوش و بدوی درباره روابط بین کشورها. بسیاری کسان جهان را به دو نیمه هراسناک زورگویان و رنجبران تقسیم می کنند. همه مسئولیت‌ها از آن قدرت‌های بزرگ است و همه معصومیت‌ها از آن اینان. از این رو گفتار استقلال گاهی مرهمی برای وجدان زخم خورده کشورهای جهان سومی و شکلی از خودقربانی بینی آنها بوده است. به عبارت دیگر، بیش از آن که در مقام گفتاری سیاسی واقعاً به پیشرفت آنها کمک کند، تنها واکنشی روانی برای توجیه ضعف خود و وضع موجود بوده است. در این برداشت به کشورهای ثروتمند و دموکراتیک جهان قدرت‌هایی نسبت داده می‌شود که واقعاً فقدان آن هستند. برخی فکر می‌کنند آمریکا و اروپا هر کاری دلشان بخواهد در هر جا می‌توانند انجام دهند. تصویری افسانه‌ای از قدرت‌های بزرگ می‌سازند تا مسئولیت ناکامی‌های خود را به عهده نگیرند. خویشتن نقش دیو می‌کردند، پس ز بیمش غریو می‌کردند. استقلال اگر نابجا دریافته و کار برده شود، گفتار ضعیفانی خواهد بود که همواره ضعیف میمانند. ما نیازمند گفتارها و مقولاتی هستیم که به ما نیروی تغییر وضع موجود را ببخشد، ما را توانا کند و به سوی بهبود زندگی و عادی شدن روابط ما با جهان پیش برد. تردیدی نیست که قدرت‌های بزرگ رابطه خود را با کشورهای دیگر بر پایه منافع خود تعریف می‌کنند. این باید اصل کلی برای تدوین سیاست خارجی هر کشور باشد. اما اینکه هر کشوری منافع ملی خود را دارد به معنای لزوم وارد شدن در جنگ با کشورهای دیگر یا پذیرش انزوای بین المللی نیست. کشورهای اروپایی هر کدام منافع ملی مستقل خود را دارند و در عین حال با همدیگر روابطی را در چارچوب منافع مشترک تنظیم می کنند. اختلاف منافع میان آمریکا و اروپا یا کشورهای اروپایی با یکدیگر بر سر مسائل اساسی در اقتصاد و سیاست به هیچ رو اندک نیست. بنابراین اینکه آمریکا منافع خودش را دارد و ایران هم منافع ملی خود را به هیچ رو مانع از برقراری روابط دوستانه و برابر نخواهد بود. مهم این است که دو دولت بتوانند منافع مشترک میان خود خلق یا کشف کنند. دوستی میان دولت‌ها به معنای نداشتن اختلاف منافع نیست، بلکه به رسمیت شناختن عرف کشورهای دموکراتیک برای رقابت و همکاری است. همچنین یک جنبش دموکراتیک باید بتواند اعتماد و حمایت قدرت‌های بزرگ را جلب کند.
سیاست خارجی این جنبش باید بر اساس پذیرش قوانین بین المللی و آرمان صلح و امنیت در منطقه باشد. ممکن است آمریکا یا غرب در دوره‌های حرکت‌های دموکراتیک در ایران را حمایت نکرده باشند یا بدانها آسیب زده باشند. این به آن معنا نیست که همیشه همین طور خواهد بود. یعنی سیاست آمریکا درباره دموکراسی در ایران سیاستی واحد و تغییر ناپذیر نیست که از 60 سال پیش تا کنون دست نخورده باقی مانده باشد. سیاست‌ها تغییر می‌کنند چون منافع تغییر می‌کنند. ایران دموکراتیکی که برنامه هسته‌ای را نظامی نکند و تهدیدی امنیتی برای منطقه نباشد، بی تردید به سود غرب است. جنبش دموکراتیک از این فرصت طلایی که منافع ملی ایران با منافع غرب در چارچوب تحقق دموکراسی تلاقی کرده باید بهره گیرد. در صورتی که در ایران نظامی دموکراتیک برقرار شد، حکومت باید تصمیم‌هایش را صرفاً بر پایه منافع ملی بگیرد و حاکمیت ملی را تضمین کند، اما بکوشد هرچه بیشتر منافع مشترکی با همسایگان و کشورهای گوناگون دنیا بیابد و روابطش را بگسترد. گفتار استقلال اگر نخواهد درکی واقع بینانه از متغیرهای سیاسی در عرصه بین المللی داشته باشد، وهمزا و پریشانی آور است. هرگاه به مقوله خطیر استقلال میاندیشید، سوء استفاده های جمهوری اسلامی را از این امر به یاد آورید. جمهوری اسلامی از یک سو بهای سنگینی برای انزوای بین المللی خود میپردازد و از سوی دیگر باج‌های کلان در روابطش با چین و روسیه میدهد. از سوی خصومت جمهوری اسلامی با اسرائیل ایران را به تهدیدی منطقه‌ای بدل کرده. از سوی دیگر جمهوری اسلامی با شرکت‌های اسرائیلی در دوران جنگ و حتی در همین دوران ما معاملات کلان انجام می‌دهند. بنابراین کسانی هم می‌توانند پشت نقاب شعار استقلال پنهان شوند، اما زیان‌های سهمگینی به منافع ملی بزنند. سخنم را خلاصه می‌کنم. منافع ملی که تنها در نظام دموکراتیک قابل تعریف است، نه در حکومت خودکامه، معیار نهایی ارتباط با کشورهای دیگر است. تضمین منافع ملی، تضمین استقلال و حاکمیت ملی نیز هست. نادیده گرفتن منافع ملی، استقلال را بی‌معنا و بی‌ارزش می‌کند. رویکرد ما ایرانیان به سیاست‌های آمریکا یا کشورهای اروپایی باید گزینشگرانه باشد. انتخاب نشانه عقلانیت و بلوغ است. پایان پاسخ. تصور کنید جنبش سبز در آینده‌ای نزدیک به پیروزی برسد و موفق به تغییر رژیم ایران شود. در آن صورت شما نقش مذهب را در ایران پس از جمهوری اسلامی چگونه می‌بینید؟ فکر می‌کنید در شرایطی که رهبران فعلی جنبش سبز مذهبی هستند، آیا می‌توان به محدود کردن نقش مذهب در نظام آینده فکر کرد؟ پایان پرسش. حتی با سقوط جمهوری اسلامی، مذهب برای دهه‌های بسیار امری مسئله آفرین برای جامعه ایران باقی خواهد ماند. ما نیازمند اندیشیدن و کندوکاو بسیار درباره نقش مطلوب مذهب در سیاست و جامعه هستیم. سکولاریسم یا جدایی نهاد مذهب از دولت، آنگونه که برخی هواداران ساده‌اندیش آن گمان می‌برند، به آسودگی روی نمی‌دهد. اگر روزی ولایت فقیه از قانون اساسی حذف شود، امتیازات روحانیان به این سادگی‌ها از میان نمی‌رود. از اینها مهمتر مسئله سکولار کردن نظام حقوقی در ایران است که تصور می‌کنم موضوع مناقشه ممتدی قرار گیرد. همچنین فرهنگ و عادات مذهبی در بن روح و روان جامعه تنیده است. مذهب نیروی پنهان در جامعه ایران می‌ماند. اما طبیعی است که تحقق دموکراسی بدون پذیرش حقوق سیاسی برابر شهروندان ممکن نیست. سکولار شدن جامعه هم تنها وظیفه حکومت نیست. آزادی نهادهای مدنی، تغییر مناسبات اقتصادی، تأسیس و تقویت نهادهای حافظ آزادی بیان و حقوق بشر به تدریج نفوذ شریعت را از قلمرو عمومی می‌کاهند. در ایران دموکراتیک مذهب هم ناگزیر دموکراتیک می شود. یعنی دریافت بنیادگرایانه یا سنتگرایانه به حاشیه رانده خواهد شد.
در غرب هم بنیادگرایان و سنتگرایان هستند، اما در عرصه عمومی حضوری تحمیلگرانه ندارند. روشنفکران دینی در چیره کردن تعویل دموکراتیک از دین نقشی برجسته دارند. روشنفکران دینی اسلامی مداراگر و درخور طبقه متوسط شهری و متجدد پیش می‌گذارند. آزادی فکر و عمل آنان برای پیشرفت به سمت جامعه دموکراتیک ضروری است. مذهب یک سرمایه نمادین اجتماعی است. نوعی پول یا کالایی با ارزش است. باید عقلانیت انتقادی از طریق نهادها در جامعه گسترش یابد تا قدرت ویرانگری اساطیری دین محدود شود، وگرنه روحانیت در مقام بانک مرکزی این پول همواره میتواند توده ها را زیر سلطه سرمایه‌داری مذهبی بکشاند. پایان پاسخ. در طول 2 سال گذشته خانواده‌های زندانیان سیاسی بارها با نوشتن نامه به مراجع و روحانیان نسبت به وضعیت دشوار زندانیان سیاسی اعتراض کردند و خواستار موضع‌گیری روحانیان و مراجع سرشناس شدند. اما به جز تعدادی مرجع و روحانی غیر دولتی، بسیاری از آنها این نامه ها را بی پاسخ گذاشتند و سکوت اختیار کردند. به طور کلی نقش روحانیت در جنبش سبز در طول 2 سال گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا می توان در نهاد روحانیت برای به ثمر رساندن جنبش اجتماعی ایران حساب باز کرد؟ پایان پرسش. ما درباره نهاد روحانیت صحبت می کنیم، نه درباره روحانیان انگشت شماری که خلاف قاعده روحانیت هوادار دموکراسی و حقوق بشر هستند. در صدر این روحانیان محمد مجتهد شبستری است که از قضا لباس روحانی را خود از تن درآورده است. نهاد روحانیت در جمهوری اسلامی زائده‌ای از قدرت سیاسی است. لازم نیست همه مراجع به اصل ولایت فقیه یا شخص ولی فقیه اعتقاد داشته باشند تا نهاد روحانیت دستگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی شود. نظریه‌های سنتی فقیهان هم مطلوب جمهوری اسلامی است. مثلا برخی فقیهان حمایت از جمهوری اسلامی را از آن رو که تنها حکومت شیعی در جهان است واجب می‌دانند. شماری دیگر حکومت به زور را مشروع می‌دانند و ولی فقیه را سلطان می‌پندارند و شورش بر او را حرام می‌انگارند. مهمتر از همه، نهاد روحانیت از نظر اقتصادی و سیاسی و سازمانی سراپا وابسته به ولی فقیه است. یعنی حتی مرجعی مانند آیت الله سیستانی که از مقلدان خود وجوهات می‌گیرد، برای پرداخت حقوق به طلبه ها باید تابع سازمانی باشد که ولی فقیه طراحی و مدیریت می‌کند. آقای سیستانی هر قدر منابع مالی مستقل داشته باشد، برای هزینه کردن آنها دست کم در ایران نمیتواند از چارچوبی که آقای خامنه‌ای وضع کرده فراتر رود. حتی میزان حقوقی را که مراجع مجازند به طلبه ها پرداخت کنند را آقای خامنه‌ای تعیین می کند تا حقوق پرداختی خودش از همه بالاتر باشد. پایان پاسخ. نهاد روحانیت بیش از هر چیز به بقای خود می اندیشد. جمهوری اسلامی این نهاد را ثروتمندترین نهاد روحانیت در تاریخ شیعه ساخت. ثروتمندترین در منابع مالی و البته مسکینترین در توانایی عقلانی. کدام بدیل سیاسی برای جمهوری اسلامی منافع اقتصادی این نهاد را به اندازه رژیم سیاسی موجود تضمین می کند؟ چرا باید روحانیت هوادار برقراری نظام دموکراتیک سکولاری باشد که در آن هیچ امتیاز سیاسی و اقتصادی برای روحانیان نیست؟ پایان پرسش. باید معنای انتقاد گاه روحانیان از حکومت را درست دریافت. نقد آنان به حکومت بیشتر برای بسط قدرت و نفوذ خود بوده تا برای پیشبرد حقوق بشر و دموکراسی. تصور می‌کنم نهاد روحانیت نه اندک شمار روحانیان روشناندیش برای دهه‌ها مانعی بزرگ بر سر برقراری حقوق زن و مرد، برقراری حقوق سیاسی شهروندان، آزادی مذاهب، آزادی اقوام و آزادی بیان خواهد بود. مهم آن است که جایگاه نهاد روحانیت کجا باشد.
بیش از آنکه به تغییر فکری روحانیت امید ببندیم، باید به شتاب تحولات سیاسی به سود دموکراسی اندیشید. در جامعه دموکراتیک نهاد روحانیت خود به خود اقتداری محدود خواهد داشت. به سخن دیگر، روحانیت از درون به سمت نظم دموکراتیک پیش نخواهد رفت. دموکراسی را توازن نیروهای سیاسی و روحانیت تحمیل خواهد کرد. پایان پاسخ.